الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آیت الذين يؤمنون بالغیب دایی رسیده بودیم. الله تبارک و تعالی صفات متقین در اینجا ذکر میکنه. البته در اینجا از جمله صفات سه صفات متقین در اینجا ذکر میکنه که در جمله سه صفات متقین در قرآن کریم کدام صفاتایی که برای متقین ذکر میشه در آیات مختلف قرآن کریم کل صفات را که جمع‌آوری بکنیم به می سه صفت راجع میشه. صفاتایی که برای متقین در قرآن کریم ذکر شده او در بسیار صورت ها می باشه. در صورت زمر وجود داره، در صورت آل عمران وجود داره، در خود سوره بقره وجود داره و همچنان در سوره قاف وجود داره. مجموعه صفاتایی که در صورت های مختلف ذکر شده وقتی که تفکر و تأمل زیاد بکنیم راجع میشه به سه صفت. در اینجا سه صفت متقین عبارت است. اول صفت عقیده است، دوم صفت عمل است. عمل دو قسم است، یکی بدنی یکی هم مالی. یک صفت عملی متقین ذکر میکنه که در بدن تعلق داره و دیگهش در مال تعلق داره. بعد از دو صفت یکی ایمان به کتابا و انبیاء علیهم السلام، دوم ایمان به آخرت است. از همون خاطر مفسرین میفرماید که دو صفت در مورد اهل کتاب است. اهل کتاب با وصفی که دعوای ایمان داشتن، ایمان به انبیاء علیهم السلام و کتابا هم و ایمان به آخرت هم، لیکن فرق داشتن با ایمان مؤمنا به خاطری که مؤمنا با آخرت عقیده صحیح داره. آن چیزی را که الله تبارک و تعالی بیان کرده که در اونجا عدالت میشه و کسی را الله تبارک و تعالی خاص برای جنت نساخته از قوما، بلکه معتبر یا معیار در اونجا عقیده صحیح و عمل صحیح است، برخلاف تصور نادرست یهود و نصارا که هر کدام ادعا داشتن که ما مستحق جنت هستیم دیگه کسا نیستن، یا تبعیض قائل بودن در بین کتابا و انبیاء علیهم السلام. عقیده نداشتن که انبیاء علیهم السلام رهبران یک مکتب است و حاملین یک وحی الله تبارک و تعالی است، در بینشان هیچ نوع مشکل وجود نداره و همچنان کتابای الله تبارک و تعالی یکی دیگه خود تایید میکنه، هیچ نوع اختلاف در بین از او وجود نداره. از او خاطر الله تبارک و تعالی در اینجا دو صفت اهل کتاب ذکر میکنه که در بین اهل کتاب اگر این دو صفت داشته باشن که مثل که قرآن کریم بیان میکنه، هم موضوع آخرتشان و هم موضوع ایمان به کتابا یا پیغمبران علیهم السلام، اونو وقتی مردم هم در زمره متقین داخل میشه. گپ خود در اینجا هست که الله تبارک و تعالی اولین چیزی که در صفت متقین ذکر میکنه مسئله عقیده است. از این برای ما واضح میشه که در زندگی انسان موضوع عقیده مهمترین موضوع است برای از اینکه ما شامل شویم در طایفه متقین. از این پیش برای ما واضح شد که در درجه تقوا یا در دل تقوا، طایفه تقوا زمانی داخل میشیم که ما رابطه خود با کتاب الله تبارک و تعالی پیدا بکنیم. زمانی با کتاب الله بشینیم ذریعه رسیدن در درجه تقوا، خصوصا در درجه کامل تقوا، فقط رابطه پیدا کردن با کتاب الله تبارک و تعالی است. چرا کتاب الله تبارک و تعالی ذریعه حصول تقوا است؟ به خاطری که تفصیل عقیده را، موضوع عقیده را، موضوع عمل درست، موضوع عمل درست بدنی و مالی را کتاب الله تبارک و تعالی برای ما تشریح میکنه. زمان امی عقیده را پیدا کردیم و عمل خود موافق امی تفصیل قرآن انجام دادیم، یقینا ما در درجه اعلای تقوا رسیده میتونیم و همه کمالات یا امتیازات یا نتیجه های مثبتی که در دنیا و آخرت الله در قرآن وعده کرده برای متقین اونو وقت نصیب ما و شما میگرده، در غیر از اون نصیب شده نمیتونه. یقینا در هر آیت قرآن کریم اگر انسان تأمل بکنه بالکل سبب نجاتش واضح است. از همون خاطر برادرای یک تعداد برادرای ما میگه ما را گم کردیم، ما چون کدام را بگیریم؟ ملاها رقم سخن میگه او مختلف طایفه هاست، نه را گم نکو، برای تو بالکل واضح است.
هر کسی که مطابق کتاب الله تبارک و تعالی قدم میگذاره و موافق سنت رسول الله عمل انجام میده، بس قطعی طایفه تو همراهی بکو، را سرت گم نیسته. تو باید بدانی پشت دکتر متخصص میگردی، برای تو واضح میشه که فلان دکتر تخصص خود در فلان جای کرده، تحصیلات عالی داره و تداوی و علاجش نتیجه داده. روزها را برداشت درد متحمل میشی، برش انتظار میکشی به این خاطر که باز بری علاج تا پیش امو دکتر بکنی. در موضوع دینیت امی قسم تعامل بکو، تفکر بکو. تو باید بیابی که کی یقینا دکتری قرآن است، کی یقینا علاج از قرآن یاد گرفته. باید به گفته های امچو عالم تو عمل بکنی و بروی قطع ازو موافق شوی. در غیر ازو هر لنگی سفید و کالا سفید عالم شده نمیتاله که در سر منبر چیزی را میگه که دین او را تکذیب میکنه. شما باور به الله تبارک و تعالی بکنه، اینطور حالتا آمده که در سر منبر سخنای گفته میشه که در کتاب الله تبارک و تعالی وجود نداره، در حدیث پیغمبر وجود نداره، با اسلام موافقت و مطابقت نداره. دیگه برادر عوامم، خود در کوچه حسن چپ نزن. در پیش الله تبارک و تعالی تو مسئولیت داری. دینی تا اهمیت بده، دینی تا تو ارزش بده. چرا؟ خصوصا در بخش عقیده. چرا؟ اگر عقیده خراب باشه همه اعمال که سری از او مرتب میشه در بدر است. تا که اساس و بنیاد درست نباشه، اعمال یا چیزی که سرش مرتب میشه قابل قدر و قیمت نیسته. از او خاطر تو باید در این مورد بسیار کوشا باشی که عقیده درست شوه. درستی عقیده توسط کتاب الله تبارک و تعالی می آید. اینجا برای ما متقین معرفی میکنه. اول موضوع مهم، ما در صدد ایمان خود، شناخت ایمان خود باید باشیم. اگر ما با وصفی که پدر و مادر و نیاکان و اجداد ما مومن تیر شده، لیکن ایمان بشناسیم. ما در یکی از مساجد در روز جمعه تقریر کردم، به مردم گفتم ما مردم مومن هستی؟ کلگی دست بالا کرد که بله ما مومن هستیم. بعد از او سوال کردم که کیست که در بین شما غیر از علما ایمان تشریح کنه برای ما که ایمان چی را میگه؟ سکوت، کلگی سکوت اختیار کرد. یک نفر در بین پیدا نشد که ایمان برای ما تشریح میکرد ایمان چی را میگه. عجیب است، 60 و 70 و 80 و 90 120 سال عمر ما میرسه، کمتر و زیادتر. ما چطور مؤمن هستیم؟ ایمان چی را میگه؟ اگر ما پرسان بکنیم یک کسی را تو ایمان داری، کلگی میگه ایمان داریم. سری چی چیز ایمان داریم؟ باز ایران میمانه. کدام چیزی که سرش ایمان آورده میشه، باور کرده میشه، تصدیق میشه، او را باز یاد نداره. ملای ما در سر منبر حتی فرق نمیتونه که بگویا مؤمن بهی یا مؤمن بهی. چیزی که سرش باور میشه او در لغت عربی به معنای مؤمن بهی میشه، یعنی آن چیزی که تصدیق کرده میشود به آن، باور کرده میشود به آن، پذیرفته میشود، او را مؤمن بهی میگه. اما عالم ما سر منبر مؤمن بهی میگه، باور کننده به آن. فرق در بین مؤمن بهی و مؤمن بهی نمیتونه. این عالم ماست. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. اینی حالات ماست که ما دینی خود اهمیت نمیدیم، عقیده خود اهمیت نمیدیم، حالان که در دین مقدس اسلام اولین مرز و سرحد در بین کافر و مؤمن چی است؟ مسئله ایمان است. و ایمان هم به غیب باید داشته باشی، ایمان بشناسی و بعد از تو آن چیزی که سرش باور و تصدیق میشه او را بشناسی. ایمان در لغت به معنای تصدیق و باور کردن است، پذیرفتن و قبول کردن است. در لغت این دو قسم استعمال میشه، یکی مجرد است که بدون صله لام و گپا میاد، و یکی مجرد نیست، یعنی امرای کلمه لام استعمال میشه. یکی این در لغت است. در اصطلاح شریعت باور کردن به دل، یعنی تو به دل بالکل میپذیری، اقرار نمودن به زبان و عمل کردن به اعضا. عرصه یا مجموعه ازیره به نام ایمان یاد میکنه. کسی از ما سوال میکنه ایمان چیست؟ در شریعت یکی در لغت است. ما میگیم ایمان باور کردن یا پذیرفتن یا تصدیق و یقین کردن در قلب است. دوم اقرار به زبان است و به اعضا یا اندامای ما عمل کردن، این را به نام ایمان یاد میکنه. پس اجزای ایمان یا ارکان ایمان 3 چیز است: تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا.
خب گوشتان بگیره. تاسف در اینجاست علما اول رای میکنه. ما میگیم نیت کردن به زبان نه آمده، نیت قصد و اراده قلب میگه در لغت عربی. یک عبادت الله بدون نیت صحیح نمیشه. شما که روزه را میگیره اگر بیگاه یا در پس شوی قصد روزه گرفتن صبح نکنی روزیتان صحیح نمیشه. اما تو یک آدم خود بند میکنه، نمیخوره نمینوشه، اما قصد نکرده به حیثیت روزه که روزی رمضان است ما میگیرم شه، اما تو چیزی نمیخوره، صحیح است که خود بند کرده، نه خورده نه نوشیده و نه امرای اهل خودم بستر شده. این روزه نیست. چرا؟ نیت وجود نداره. یک عبادت الله بدون نیت نمیشه. اگر تو خود میشوی، غسل میکنی، وضو میکنی، اما نیتی وضو را نکردی که من این را برای نماز میکنم، قصد و اراده در قلب نکردی، اما وضو نیست، صحیح نمیشه که توسط وضو عبادت شود. چرا؟ به خاطر که وضو عبادت است، نیت برش ضرور است. خود نیت چی را میگه؟ قصد قلب. در تمام چیز نیت عبارت از قصد قلب است. در روزه قصد قلب است، در سجده تلاوت قصد قلب است. آیت میرسی سجده تلاوت کردی، الله اکبر میگی میری در سجده، قصد چی را داری؟ سجده تلاوت، بس این نیت است. حالی نیت ضرورت نیست. در جنازه استاد میشید میرید مرده است، قصد کرده که من سرینمی مرده نماز میخوانم. فرق مذکر و مؤنث گپا دو نیست. مردم عوام ما را در بدر کرده اماما کی را میت بگویم یا میت بگویم. عجیب گپ است. سوال میکنه ای مرده مرد است یا زن است؟ برادر شخصی مرده است. شخصی مرده شامل مرد هم است زن هم است. در دل کی قصد کردی خیر و خلاص. تو نماز و دعا بین میت میکنی خیر و خلاص. کی گفته که فرق بین مرده و زنده شود؟ در یک حدیث صحابه پرسان کرده از پیغمبر، یا پیغمبر پرسان کرده که کدام این مرد است یا زن است. امت در مشکلات واقع کرده. این طرف میاین نماز میخونه اقتدا میکنه، خصوصا در مذهب حنفی. ما که میگیم که ما مذهب رد نمیکنیم، اما جایی که تکر به حدیث پیغمبر میاد باز اونجا مقابله میکنیم، باز اونجا نمیپذیریم. سخن پیغمبر کسی رد نمیتونه و کسی سخن کسی دیگه هم از سخن پیغمبر پیش شده نمیتونه، ولو که سخن بزرگترین عالم نباشه. چرا؟ سخن پیغمبر است. پیغمبر خود به زبان نیت نکرده، صحابه نیت نکرده، کسی نفرموده. نیت قصد قلب میگه. تو برادر حنفی ما وقتی قرائت قرآن شروع میشه در نماز میگی سوره فاتحه را نخوان. پیغمبر میگه که صحیح نمیشه نماز، لا صلاة الا بفاتحه الکتاب. هیچ نماز نیست مگر با توسط خواندن الحمدلله. خود تو الحمدلله را نمیگی، دلیل چیست؟ میگه اینجا مخالفت آیت قرآن میشه. آیت قرآن میگه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقتی قرآن تلاوت میشه تو گوش هم برش بگو و چپ هم بشین. از او خاطر سوره فاتحه را تو نخوان، تو مقتدی. چرا؟ اونجا قرائت شروع است. خود جناب محترم اینجا که پیغمبر صراحتا گفته که نمازی بی فاتحه نمیشه، اینجا به فاتحه خواندن هم نمیمونی، اما میگی که نه نیت بکن. مقتدی آمده نیت کردم بازی بیچاره خو سودایی میباشه. که نیت کردم ادا میسازم 4 رکعت نمازی فرضی قطعی امری الله تبارک و تعالی را خاص به خاطر رضای الله روی آوردم طرف قبله من کعبه شریف هستم، متابعت چیز رسول الله است، خالصا لوجه الله. این دور دراز کلمات یکجا کرده ای از کدام دین است؟ اگر یقینا تو حنفیستی سعی که من میگم که یا حنفیان است. مولا علی قاری رحمت الله علیه محدث بزرگ است، مشکات شریف شرح داره سر مشکات به نام مرقات یاد میکنه. دمی حدیثی انما الاعمال بالنیات خوب بحث تفصیلی کرده و رد کرده نیت زبانه و گفته بدعت است. اما می حنفیا میگه بدعت در زبان مستحب است. مستحب یک حکم است، حکم دلیل طلب داره. بکش یک سند. ما اینجا چی بکنیم؟ شما بگوی که پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنیم یا پیروی قول امام ابو حنیفه هم دیجا نامده، از شاگردایش هم نامده. قولی صاحب هدایه است. صاحب هدایه گفته که نیت به زبان مستحب است. چرا مستحب است؟ در او زمان فکراتی تو پاشان نبود، در این زمان فکراتی تو پاشان است. از این خاطر ضرور است که ما در زبان بگویم. پیغمبر نمیفهمید که یک زمان میآید الله تبارک و تعالی پیغمبر خبر بده که پیغمبر تو این گپ به مردم بگو که یک زمان میاد که امتی تو فکرایش تو پاشان میشه که در زبانم نیت بکنه. آیا الله تبارک و تعالی همین سخن به پیغمبر نمیفهماند؟
پیغمبر حالات ناگواری امت خود پیشگویی کرده، الله برش خبر داده. ایره نمیفهمید. یک عالم قدیمه جرو بحث می مورد میکرد، میگه نه مستحب است، مستحب حکم است، دلیل طلب داره. خودتان در کتاب خودتان، این تنها در ملا علی قاری نه در مرقات، بلکه شارح هدایه که فتح القدیر ابن همام رحمت الله علیه است، او هم رد کرده. بحر رایق شرح کنز است، او هم رد کرده. ولی تو چه رقم حنفیستی؟ امو کسایی که بزرگترین علما سوارت میکنه او را قبول نداری، خو یک کتاب که آورده قبول داری. عجیب است، بسیار سخت گپ است. ما خمیره میگیم ای مردم، شما باور به الله بکنه، الله رحم بکنه. یک حدیث نه، به صدها حدیث در مورد اشاره به مسبحه به انگشت در حدیثا آمده. خود اینمی مولا علی قاری رحمت الله علیه 2 رساله را در مورد اثبات اشاره در قاعده نوشته کرده، رساله نوشته کرده. و این مسلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانش است. خو لیکن یک صاحب خلاصه مصنفی که نامش تعالی را معلوم نیست، هویت و شخصیتش کس نمیفهمه که این عالم است یا نه، این را کدام کتاب فروش نوشته کرده، کدام کتاب فروشی که هیچ علم نداره. خود در اونجا گفته که دهم حرام اشاره کردن به انگشت است. امی علمای حنفی، امی آدم گفته که اگر تاویل قول صاحب خلاصه نشوه این کافر است. چرا کافر است؟ سنت رسول الله را حرام گفته صلی الله علیه و سلم. لیکن تا آلی را در مسجد ها مردم یقین به الله بکنی سنت یاد نداره، نمیکنه. چرا؟ به خاطری که در مساجد ما اولین کتابی که بعد از فهمیدن قرآن کریم، یاد گرفتن قرآن کریم خوانده میشه در عربی کدام کتاب است؟ خلاصه است، که در اونجا چندین مسئله خلاف صریح حدیث پیغمبر است. او عالم حنفی چرا این کتاب میخوری که مخالف با حدیث پیغمبر است؟ ما فقه را رد نمی کنیم، ما اونو فقه که در ضد حدیث پیغمبر ذکر شده اونو فقه را ما رد میکنیم. که امی خود عالم حنفی، امی صاحب خلاصه را میگه که اگر تاویل قولش نشوه کافر است. چرا؟ این میگه که دهم حرام اشاره کردن به انگشت است در وقت قاعده که اهل الحدیثه. کسی که اشاره به مثل کی میکنه؟ اهل حدیث. اهل حدیث کیسته؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه و غیرهم. کسایی که مثل اهل حدیث که به عمل پیغمبر خوب واقفیت و اطلاع داره. کسی که به مثل از انگشت بالا میکنه این حرام است. خوب گوشتانه بگیره، خوب گوشتانه بگیره و خود بفهمانه کی دین است. شما بگوی ما بپذیریم همی گپه. تا امروز مردم از این سنت بزرگ پیغمبر محروم است، در مساجد نمیشه. در روز قیامت چی جواب داری؟ وقتی که الله از پیشت سوال میکنی ما تقول فی هذا الرجل، صفتای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برات پیش میکنه و بعد از او برات میگه که امی شخصیتی که به حیث پیغمبر در آخری کل امتها به اینمی صفات روان کرده بودم که قرآن برش آمده بود، یعنی طور صفتا داشت، چی میگی؟ تو پیغمبرش میشناسی این علی؟ در حق ازی چی میگی؟ 2 طایفه میشه مردم. یک طایفه مردم است که میدانه گفتی شخصیتی است که به حیث پیغمبر به ما آمده بود و ما مامور شده بودیم که پیروی از این در خرد و کلان در هر چیز بکنیم ولو که خلاف عقل ما باشه. ما کلی تعلیمات پیغمبر عملی بسازیم و پیروی از این شویم. عقل خود در مقابلش در کار نمیندازیم. گپی پدر در مقابلش نمیپذیریم، گپی ملا را در مقابل قول پیغمبر نمیپذیریم، از پیر صاحب نمیپذیریم، از ملا صاحب، از امام صاحب، از هیچ کس در مقابل قول پیغمبر نمیپذیریم. اینی را ایمان به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. ولی تو انجام دادی برادری که تو دعوا داری، تو مردم و طایفه که تابعداری قرآن و حدیث میکنه، واره تو طعنه میدی که یا کدام گروه است، نام سرش میمانی کدام گروه است. تو میشناسی امو گروه را؟ برم بگو. ترا به الله قسم سری کدام نقطه‌ای که سر ما انتقاد اعتراض داری و خلاف کتاب الله و سنت رسول الله است، بیا قطمه بشی در فضای آزاد برادرانه قطمه بحث کو بگو اینی عمل نادرست است. ما دلیل قوی دارم که اینی عملت خلاف کتاب الله و سنت رسول الله است. اما عجیب است که در عمل ما تو یک دلیل نداری، ما در اعمال تو 100 دلیل دارم که خلاف کتاب الله و سنت رسول الله است. بیا ما بار گفتیم در یقیمون الصلاة گپای دیگه شم میگم دیگه. ایمان بالای ایمان عبارت از تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به اعضاست.
ملا صاحب برای ما اول روی میکنه که وی شما میگه که چیستا نیت در زبان نیست، وی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نیست. در یک مسجد ما تقریر میکردم در خطبه جمعه به مردم توضیح میدادم که او مردم نیت قصد و اراده قلب میگه، در زبان در یک جای نیت نآمده، نه در غسل، نه در وضو، نه در روزه، نه در زکات، نه در نماز، نه در جنازه، نه در سجده تلاوت، نه در هیچ جای هم، نه در حج، نه عمره. مولا علی قاری رحمت الله علیه سری ابن حجر رحمت الله علیه عالم بزرگ شافعی مسلک است، شارح بخاری است. فتح الباری کتاب بزرگ که بخاری را شرح کرده و محدثین میگه که حق امام بخاری رحمت الله علیه را امی ابن حجر رحمت الله علیه پورا کرده، به خاطر که کتاب امام بخاری را تشریح بزرگی که کرده، تفصیل بزرگی که کرده امی ابن حجر رحمت الله علیه است. او میگه در هیچ چیز نیت نیست در زبان، لیکن در حج است. چرا اونجا آمده اللهم انی ارید الحج فیسره لی و تقبله منی. در عمره هم همینطور آمده، میگه اینجا تنها در زبان نیت آمده، دیگه جای نآمده، بدعت است، اینجا سنت است. مولا علی قاری رحمه الله رد میکنه بالای امی عالم بزرگ، میگه که تو فرق نکردی و ابن حجر رحمت الله علیه. چی فرق نکردی؟ تو در بین دعا و نیت فرق نکردی. اینجا در حج دعاست، نیت نیست. منظوری تیست یا الله ما اراده حج دارم، یعنی تو وقت خبر میدی که قصد کردم، نیت کردم، خود تو از طرفی مک چی کو؟ قبول کو. این دعاست، نیت نیست. او راست میگه مولا علی قاری رحمت الله علیه. حق با مولا علی قاری رحمت الله علیه هست. در یک جای مسئله نیت به زبان نآمده، یک آدم مرا خیست پسان بعد از نماز جمعه میگه وی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب نآمده. من برش گفتم این نمیطور نادان هستی دیگه، چی برات بگویم؟ ای در کجا آمده؟ در قاعده بغدادی تان در آخرش، در 4 کتاب که میخواندی به نام 5 کتاب که در بین مردم مشهور است، در اونجا آمده 2 قسم ایمان بود، یک ایمان اجمالی، یک ایمان چی؟ اینطور میگفت که ایمان 2 قسم است، یکی ایمان اجمالی است، یک ایمان تفصیلی. ایمان اجمالی کدام است؟ آمنت بالله کما هو، آمنت بالله کما هو، من ایمان آوردم بالای الله تبارک و تعالی امو رقم که الله موصوف به صفات است و موسوم به اسماء است. چی رقم صفتی که داره و کدام نام که برش نهاده شده، به مو قسم ایمان دارم. آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته، به نام و به صفات الله هر رقم که آمده امو رقم ایمان دارم. کیفیت و تغییر و تاویل و این گپا را تشبیه و این گپا را تعطیل نمیکنم، مثلش ایمان دارم. این اجمالی میگه کما هو اسماتی و صفات و قبلت جمیع احکامه، کل حکمای الله را پذیرفته. در اونجا کاتب خطا شده، بعد از اون نوشته کرده تو نگفته که ول ایمان و ایمان چی را میگه؟ ارکانه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. به نزد احناف ایمان 2 چیز است، یکی تصدیق قلبی، یکی اقرار زبانی. عمل داخل نمیکنه در ایمان. البته چرا عمل داخل نمیکنه؟ منظوری امی علمای احناف ما تاویل قولش میکنیم، ملزم و ملامت نمیکنیم شه که یا میگه ارکان ایمان 2 قسم است، یکی ضروری یکی غیر ضروری. ارکان ایمان که ضروری است تصدیق قلبی و اقرار زبانی است. ارکان ایمان که ضروری نیست، عمل به اعضا یا چی نیستن؟ جزای ضروری نیست، گاهی ساقط میشه. خب اگر ضروری نباشه میگه در یک وقت ساقط نمیشه. لیکن ما در قرآن کریم و احادیث بسیار دلایل آیاتا و حدیثا داریم که دلالت بالای زیادت و کمی ایمان میکنه و این توسط عمل میباشه. از امو خاطر است که دیگه کل علما قائل به است که ایمان زیادت و نقصان قبول داره. علمای احناف میگه به اعتبار کیفیت قوی و ضعیف میشه، لیکن به اعتبار کمیت زیادت و کمی قبول نداره، ولی قول به دلیل قوی نداره. در اینجا اونجا در اونمو کلمات ایره به خاطر میگیم که قطعی کتابا آشنا شوی و خطایی ها را بدانه که بسیاری مردم در مسجدها امیر خوانده تا آلی را سرش علم نداره. ملا امام سرش علم نداشت، برای تو اینطور نشان داده بود که آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته و قبلت جمیع احکامه و ارکانه. باز بعد از گفته اقرارم باللسان و تصدیقم
بالقلب. نون زیر داده و ارکانهی گفته. این مسئله لغت عربیت است، نحو است. کسی که علم نحو لغت عربیت خوانده و میدانه، اگر کانهی نون کسره بدی عطف میشه سری احکامهی و در زیر قبلتو داخل میشه و معنای طور میشه که من قبول کردم تمام احکام الله را و ارکان الله را. نعوذ بالله. رکن خانه که از کدام دیوالا جور شده ای را به نام چی یاد میکنه؟ ارکان خانه. میز که کدام اینمی تخته ها و کوکه ها از پیشش میز جور شده ای را چی میگه؟ ارکان میز. ارکان چی؟ یعنی اجزای میز. ما وجودی ما و شما دست و پای و چشم و گوش و اینمی کلی روی و یا کل چی هسته بگه؟ ارکان انسان است، یعنی اجزای انسان. الله جز داره؟ ترکیب یافته؟ ببینه ایرمی ملاها کل شما را اینمی گپ یاد میداد، نعوذ بالله، که الله جز داره و ما قبول دارم. نعوذ بالله نعوذ بالله. اینی حالات علمای ما بود که بیچاره فرق کرده نمیتونستن که آیا این کلمات درست است یا نادرست است. مقتدیای خدا، شاگردای خدا به می کلمات اینمی ایمان یاد میدادن. از همون خاطر آلی هم شاید بعضی تا نمی را یاد داشته باشه، کسی که سن سالش بالاسته و ملا برش یاد داده گردنتان بسته همینطور نمی گفت براتان، حالان که اصلا وی طور است. صفت ایمان مجمل تا اینمی انداز است. آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته. من ایمان دارم به الله همون رقم که موسوم به نامای خود است و موصوف به چی هست بگه؟ صفات خود است. بس اونمون رقم ایمان دارم. خلاص شد ایمان مجمل. بود از وی گپ جدا است. و ارکانه، اجزای ایمان و ایمان که از کدام چیز جور شده دو چیز است. اقرارم باللسان، یکی بگه اعتراف و اقرار به چی است؟ به زبان. و دوم چی است؟ تصدیق به قلب است. یعنی تشریح ایمان نمیکنه، تعریف ایمان نمیکنه که ایمان از دو چیز جور شده. او ارکانهی نیست و ارکانه است و رکنای ایمان. اینجا ملا صاحب برما اول رایی کده که تو میگی نیت در زبان نیست، وی اینجا نامده. اینجا نامده که اقرارم باللسانی. ای ملا صاحب تاهاری را تعریف ایمان با نیت فرق نمیتونه. با چی نمیتونه؟ یکی تعریف ایمان یا اجزای ایمان بیان میکنه، یکی نیته. این بیچاره عالم هم خود میگه فرق نمیتونه که نیت چیست و ایمان چیست. اینجا بیان ارکان ایمان است، اجزای ایمان که ایمان از چند جز جور شده به نزد علمای احناف. و یکی نیت است. نیت کل کتابای لغت سعی کنه ارادت القلب. قصد چی را میگه؟ قصد چی را میگه؟ بازار روان استی، در خانه تو گفتی که نیت کردم میرم طرفی بازار؟ ها؟ گفته؟ خو یک نفر از پیشت سوال میکنه کدام طرف روان استی؟ در جواب میگی والا نیت دارم تا بازار برم. چی دارم؟ حالی تو خود در خانه نگفتی که نیت کردم میرم طرفی بازار؟ چطور دروغ میگی خیر که میگی نیت دارم؟ ها؟ به خاطری که قصد داری. قصد نیت میگه. آلی وقتی که نیت در دل تعلق گرفت کل اشکالات ما حل شد. مالی سجده تلاوت میتونیم، چرا؟ نیتی شهاد دارم. کمی آیت خوندم، وقتی که طرفی سجده میرم این کدام سجده است؟ چرا قصد کردی در دل یا نه؟ بس خلاص. من جنازه را میخوانم به خاطر چی الله اکبر میگی؟ به خاطر بالای میت. خاص نیت است. وضو میکنی، چرا وضو میکنی؟ ها؟ به خاطر که نمازم روا شه، به خاطر نماز روا. اینمی نیت است. پس شوی خیستی به خاطر چی خیستی؟ که روزه بگرفتم. بس نیت خلاص شد دیگه. حالی کدام مشکل باقی مانده؟ امت در تکلیف و عرج مردم انداخته. شما میپذیری این گپا را که مردم در تکلیف هم افتاده، نیت در زبان ضروری میدانه و در یک حدیث پیغمبر نه زبانی آمده نه فعلی. صحابی نکرده، تابعی نکرده، پیغمبر نگفته، چرا توی بدعت کرده راستی؟ و محمد رسول الله چی میگه صلی الله علیه وسلم؟ من احدث، هر کسی که پیدا کرد، هر کسی که پیدا کرد، ملا بود، پیر بود، فقیر بود، ملنگ بود، هر کس کی بود، فی امرنا در دین ما هازا که نمی دین است، که در دین ما امی گپ وجود نداره و تو دیش اضافه کرده میری. ما لیس منه که از دین ما نیست فهو چی هسته؟ رد مردود است. در دین ما نیت به زبان نبوده و تو اضافه کردی. مستحب میدانیشه در دین زاید کرد یا نه؟
چرا مستحب کرد شه، قابل ثواب دانیست، جزء دین دانیست. اینی را به نام چی یاد میکنه؟ بگه چی یاد میکنه؟ بدعت. او بدعت پیغمبر چی میگه؟ کل بدعت و کل ضلالت فی النار. آلی مقصد دین فهمیده؟ ملت ما درک بکنه، پیشش روشن شود که ایمان چی را میگه. الحمدلله آلی معنای ایمان فهمیده که ایمان باور دل میگه، یقین دل میگه، با زبان اقرار کردن میگه و با اعضا عمل کردن میگه. آلی ایمان دو قسم است، یکی اجمالی و یکی تفصیلی. ایمان در بعضی آیات های قرآن کریم تنها مجمل آمده، یا ایها الذین آمنو، یک کسانی که تصدیق داره، باور داره، ایمان داره، باور داره. اینجا ایمان اجمالا است، طور تفصیل نکرده سری چی باور داره. لیکن در بعضی آیات های قرآن کریم تفصیل قطعش ذکر شده. مثلا در سوره بقره در آخرش کل آمن بالله و رسوله و الیوم الاخر، اینطور آیت آمده. این را معرفی میکنه. در حدیث جبرئیل امین، زمانی که جبرئیل امین آمد ناشنا، کسی نمیشناخت و زانو به زانو چسباند به پیغمبر علیه السلام، سوال از ایمان شروع کرد. مل ایمان؟ پیغمبر علیه السلام گفت ان تؤمن بالله، که تو باور و یقین بکنی، به دل اقرار به زبان بکنی و عملا اینمی کار انجام بدی، به الله ایمان داری. اینا مومن بهی، یک چیزی که سرش ایمان آمده چی است؟ الله. در حدیث جبرئیل امین چند چیز ذکر شده؟ مؤمن بهی، سری کدام چیزی که باور کردن ضروری است. چند چیز است؟ الله تبارک و تعالی سرش ایمان، ملائکه الله، کتابای الله، پیغمبرای الله، تقدیر و احوال چی؟ قیامت، یعنی روز آخرت. چند چیز است؟ آمنت بالله که عوامی ما میگه اونجا بحث بعد الموت اضافه میکنه، ضرور نیست که اضافه شود. چرا؟ ایمان به روز آخرت کل حالات آخرت شامل میشه. در آخرت اگر حساب کتاب است، اگر در اونجا مسئله چی است؟ عذاب قبر است، اگر در اونجا پل صراط است، اگر در اونجا جنت و دوزخ است، در اونجا چی است؟ بگوی زنده شدن بعد از مرگ است. کل ازی و الیوم الاخر چی است؟ داخل است. از او خاطر باز خصوصیت ضرور نیست که والبعث بعد الموت بگویم، بعث بعد الموت در الیوم الاخر داخل است. از امو خاطر در احادیث 6 چیز به نام چی یاد میشه؟ مؤمن بهی. آلی برادران و خواهران چی ضرور است؟ اگر از یکی از برادر مسلمان و خواهر مسلمان سوال شود که تو ایمان به الله داری، چی رقم ایمان داری؟ تو برای من خود تشریح کو برادرم، ابی خواهرم، تو خود گفتی که من ایمان به الله دارم، چی رقم ایمان داری؟ سبز است، سیاه، سفید است، چی رقم است؟ چون برادرای ما این گپا را نخوانده، نه ملاسه برش گفته، بس دیگه ولی ایمان دارم، چی رقم ایمان داری؟ اینجا است که ما ضرورت داریم که ایمان بفهمیم. بالای الله چی رقم ایمان داریم؟ عقیده داریم که الله ذات واحد و چی هسته؟ الله قل هو الله احد، در ذات خود یکی، در صفات خود یکی، در افعال خود. الله تبارک و تعالی شریک داره، در ذات خود شریک داره، در صفات خود شریک داره، در افعال خود شریک داره. این نظام که میچلانه کسی شریک داره؟ این مخلوقات که پیدا کرده شریک داره؟ بری کسی ایسو برخ داده؟ نه. قرآن تشریح نمیگه، پاره میکنه براتان. یک قل هو الله احد بری تو معرفی میکنه که ایمان به الله یک معنا داره، که الله یکی است در ذات خود، در صفات خود، در افعال خود، کسی امرای شریک دیگر. چی رقم ایمان داری؟ عقیده دارم، با زبان اقرار میکنم و عملا امیر انجام میدم که الله صمد است. چی است؟ بی نیاز است. با کسی ضرورت داره؟ با وزیر ضرورت داره؟ با مشیر ضرورت داره؟ با اعوان و با اسباب و با این گپا ضرورت داره؟ اذا اراد ان یقول له کن فیکون. کل مخلوق صمد معنای چیست؟ کل مخلوق ضرورت و حاجت خود با کی پیش میکنه؟ با الله. تو باید عقیده داشته باشی حاجت خود به غیر الله که ما فوق الاسباب است، در ایاک نستعین خواندیم، با کسی دیگر پیش نکنی. اگر پیش کردی ایمانت بالای الله قطعا غلط شد. چرا که صمد صفت کی بود؟ او صمد معنیش چی بود؟ کل مخلوقات محتاج کیست و الله محتاج کسی. این معنی صمد است.
کسی داره قطعی الله یک رشته او را بته؟ نازدانه خوب باشه، بچه الله خوب باشه، نعوذ بالله، دختری الله خوب باشه. مثل که مشرکا عقیده داره. امروز مسلمانان میگن نازدانه هاسته. قرآن میگه نه، لم یلد و لم یولد، نه کسی را زاده، قطعی کسی رشته قرابت نداره. ولم یولد، نه کسی چیسته بگوی، نه الله از کسی زاده شده، یعنی نه پدر و مادر داره و نه خودش پدر و مادری کسی است. خلاصی سخن گوی هم مسائلتان سری مخلوق قیاس نکنی از الله را. ولم یکن له کفوا، مثالا به الله ذکر نکنی. هیچ وقت هیچ کس مثال برای الله مماثل یا مشابه به الله شده نمیتونه. تو باید امی عقیده را داشته باشی. این امیر ایمان به چی میگه؟ الله. دوم گفه براتان میگم، این را به خاطر میگم که در بخش عقیده ما بیست تعلق داره و بسیار ضرور است برای ما. ایمان و ملائک داریم. برادرها و خواهرها خوب متوجه باشه، الله تبارک و تعالی رحم بکنه. ما قبل از خواندن ترجمه و تفسیر برای ما امیطور بیان شده بود که دو ملک است. ملائک با الله تبارک و تعالی در بالا ما بین خود جر و بحث کرد. جر و بحثی طور شد وقتی که الله گفت که انسان مخلوق خیلی بهتر مسیح کو در وجودی ازوا خواهشات نفسانی رم گذاشتیم، خب بازم عبادتی مرا نکنه. ملائک لاف زدن که ما هم میتونیم در این میدان کامیاب شیم. امیر رقم صفتایی که به انسان داده ما رم بده، میریم در دنیا باز میبینی که چطور عبادتی تو را میکنیم. میگه مقابله وقتی که لاف زدن، امو بسیار معتبرترین ملک که خیلی عبادتی درست میکرد، عالمشان بود، هاروت و ماروت بود، و ایره الله در زمین روان کرد، مرکب کرد در وجودشان خواهشات نفسانی را. اینجا که یا مرکب کرد، زهره آمد مچم کدام کار و ضرورت داشت، یا مطالبه نعوذ بالله زنا از پیشش کرد، بسیار زیبا بود. زهره برشان گفت که نه، من این کار قطعتان کرده نمیتونم تا وقتی که به کدام چیز من عقیده دارم سجده نکنی، شراب نخوری و فلان کس که من قطعش دشمنی دارم او را نکشه، تا او وقت من قطع شما این کار نمیکنم. امی دو قتل کردن، سجده به بت کردن و چیسته شراب خوردن، بعد از او قطعی زهره زنا کردن. چهارم شرطشانم تا که اسم اعظم برای من نشان نده. اسم اعظم هم برایشان نشان داد. هم زنا کردن، هم شراب خوردن، هم قتل کردن و هم چی کردن؟ بت به بت سجده کردن. خود چون که اسم اعظم به زهره نشان دادن، زهره شد. آلی یک سیاره است در کجا؟ در فضا. این اردو هاروت و ماروت مورد عذاب قرار گرفت، سر به تاراق در چای بابل است. اگر هر قدر که ما نماز خفتن پسان میخوانیم، سر از یا عذاب چیست؟ سبک میشه. از او خاطر باید نماز خفتن پسان بخوانیم. شما را به الله قسم، می عقاید فعلا در بین مردم وجود داره یا نداره؟ در حالی که این طور عقیده کفر است، نعوذ بالله. الله تبارک و تعالی ملائکه تعریف میکنه لا یعصون الله ما امرهم، و نافرمانی رب نمیکنه به اندازه رب زدن چشمم در آن چیزی که الله یارا مامور ساخته. کدام وظیفه که داده فرشته ها مکمل تابعداری میکنه. قرآن اینطور میگه ما چه قسم عقیده داریم بگوی. و ایده کتاب نوشته شده به نام قصص الانبیا، مردم ایره میخوانه گریانا میکنه دیش. قصص الانبیا را که بخوانه یک قدر مزخرفات دیش است. در تفاسیر نوشته شده، به نام تفسیر نوشته شده. الحمدلله در دین الله علمای برجسته، علمای ناقده هوشیار و زیرکه که معلومات کافی در احادیث پیغمبر داره، و خیستن اینمی مزخرفات و اسرائیلیات چی کردن؟ کشیدن، به مردم دین صافه نشان دادن، وگرنه مردم تباه و برباد بود. او روز براتان گفتم جنگنامه ها را خوانده یا نخوانده؟ خوانده یا نخوانده؟ میگه امیر حمزه رضی الله عنه که میرفت، امیر حمزه برش میگه که همین درخت میگرفت که همین از امیر شم میکشید که میزد کافر. این در کدام سند آمده؟ این کدام دروغی بزرگ است؟ این صحابه را برای ما چی معرفی کرده؟ راستیتان بگوی. انسان ها یعنی که یک مخلوق دیگه. عجیب نیست؟ اگر آدم یک مخلوق دیگه باشه خب باز کمال نداره.
در مورد ملائک توری عقیده است. حالا که عقیده به ملائک نموسته، کدام صفاتی که در قرآن و حدیث صحیح برای ما برای ملائک ثابت است ما سرش باور داریم. ما باور داریم ملائکه مخلوقی است که از نور پیدا شده، جسم نداره، ذکوریت و انوثت نداره، خوردن نوشیدن نداره، غذای از یاد از وا عبادت است، تسبیح و چی است؟ تهلیل است. و معذف شده بالای کارها، الله زیر فرمان اراده الله کارها را انجام میده. مختلف قسم ملائک می باشه. ملائک است که معذف است به حفاظت انسان، ملائک است که اعمالنامه را نوشته میکنه، ملائک است که به انسان دعا میکنه، ملائک است که روح قبض میکنه، ملائک است که در آسمان در عبادت الله چی است؟ همیشه مشغول است. رقم وظایف الله برش تقسیم کرده، مکلف کرده که از وظیفه ها را داشته باشه. عددشان غیر از الله دیگه کس نمیدانه. مقربترین ملائک جبرئیل و میکائیل و کی است؟ اسرافیل و ملک الموت است و صاحب بال است، اولی اجنحت در آیت قرآن میاد. آن صفتی که برای ملک در قرآن و حدیث ذکر شده تو سرش باور داری، اینی را ایمان بالای کی میگه؟ لیکن ما تالی را نمیفهمیم. کسی از ما سوال بکنه سری ملک چی ایمان داری؟ گسنگ میشینیم خلاص، تشریح کرده نمیتونیم. سری پیغمبر رو چی ایمان داریم؟ چی رقم ایمان داریم؟ یکی تا نمیره شما معرفی کنی که از زبان شما بشنوم، بسیار خوب میشه. ما ادعا داریم که سری انبیاء علیهم السلام ایمان داریم. چی رقم ایمان داریم؟ یکی تان بگوی برادرها. شیخ صاحب عبدالکریم آفرین. ما ایمان به انبیاء علیهم السلام قسم داریم که انبیاء علیهم السلام بندگان الله هستند، از خود هیچ نوع قدرت ندارند، علم غیب نمیدانند، معصوم هستند از گناهان کبیره و صغیره و هیچ امری را بدون فرمان الله سبحانه و تعالی نکردین و نمیکنند. انبیاء علیهم السلام قبل از نبوت، قبل از بعثت، حتی دروغشان با جامعه ثابت نشده، زنایشان ثابت نشده، لواطقشان ثابت نشده، سرقتشان ثابت نشده، خیانتشان ثابت نشده، جنایتشان ثابت نشده، حرامخوریشان ثابت نشده، مالیاتی مخورده باشان ثابت نشده، آسان اجمالی بگو و از گناه های کبیره مکمل پاک است، صغیره اختلاف علما هست. قبل از نبوت و بعد از نبوت خلاص علم غیب نمیدانند. علم غیب انبیاء علیهم السلام افرادی هستند که برای راهنمایی به شریعت روان شد، که بر شریعت در هر زمانه و تاریخ رهبری میکنه. الله تبارک و تعالی قانونی خود در مو زمان پیغمبر روان میکنه، پیغمبر قانون الله را به مردم تشریح میکنه و مردم از طرف سعادت و نیکبختی دعوت میده. در بین مخلوقات زبده ترین و منتخب ترین افراد انبیاء علیهم السلام است که از گناه معصوم است، خصوصا بعد از نبوت. تعدادی از یا نمیدانیم بغیر از یک حدیث ضعیف که 1,24,000 آمده، لیکن چون حدیث ضعیف است از او خاطر ما محدود نمیدانیم شه، بلکه میگیم اگر کم است اگر زیاد است، خیا برای رهبری کی آمده؟ بشریت آمده. اینی را به نام انبیاء علیهم السلام. اولی پیغمبران آدم علیه السلام است به اعتبار مطلقی پیغمبر، و اولیشان که دعوت به مردم داده نوح علیه السلام است، اولی که دعوت داده. آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. هر کس که بعد از محمد قائل به پیغمبر بودن شوه چیست؟ کافر است. ایمان بالای پیغمبران سابقه اجمالی است و ایمان بالای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیلی است. ایمان بالای پیغمبر تفصیلی است. چه رقم؟ ما پیغمبر در 3 صفت که قرآن برای ما میگه، انسان میدانیم. چی میدانیم؟ عرب میدانیم. چی میدانیم؟ و مرد میدانیم شه. چرا ذکر شده در صفتهای قرآن کریم؟ بشر میدانیم شه. اگر کسی بشر ندانه نور بدانه، میگه نه این جسم نداشت، ای از پدر و مادر پیدا نشده، ای عمر تیر نکده، توری ای در قبر دفن نشده، مسلمان است یا کافر؟ خب آلی ملای مشهوری در کابلی تان هم امی عقیده را داره که پیغمبر نور است، جسم نداره، سایه نداره و گریان هم میکنه که مردم قبول نداره که پیغمبر نور است، میگه جسم داره. تا آلی را مردم اینی عقیده را داره. عربیت پیغمبر اگر کسی منکر شود چیست؟ مرد بودنش منکر شود چیست؟ خب دیگه پیغمبر از جنس کی هسته؟ انسانا. ملک نیسته. این صفتای پیغمبر علیه السلام است.
دعوت دهنده است، بشیر است، نذیر است. این کلش صفتایی است که در قرآن آمده. چه صفتی داریم؟ یکی از جمله عقیده که بالای پیغمبر داریم، قول هیچ کسی را و محبت هیچ کسی را از قول و محبت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش نمیدانیم. اگر کسی گفت نه پدر و مادر محبتش پیش از پیغمبر میدانم، مسلمان است یا کافر؟ اگر میگه که نه قول پدر خدا یا امام مذهب خدا از قول پیغمبر پیش میدانم، مسلمان است یا کافر؟ ایمان به پیغمبر تفصیلی است، اینی را ایمان میگه. این را به خاطر کمی تشریح دادم که ما در بخش عقیده باید بسنجیم، درس عقیده را شروع کنیم. درس عقیده بسیار ضرور است، مردم ما درک بکنه که عقیده چیسته. اگرچه آیات تشریحش خیلی زیاد شد، به می خاطر که شما یک کمی معلومات در این مورد پیدا کنید که ایمان چی معنا داره. در سری شش چیز که ما ایمان داریم، ایمان به الله مقصدش فهمیدیم، ملائکه فهمیدیم، پیغمبران را فهمیدیم، کتابا را. مشکل از کجا پیدا میشه؟ ما ایمان به کتابای الله داریم. چی رقم ایمان داریم؟ کتابایی را که الله روان کرده، در او چیسته مسائل ذکر شده که برای هدایت بشر بالکل کفایت میکرد. هر کتاب در هر زمان که آمده حق بوده، مطالبش مطابق همون زمان بوده و سبب هدایت همون مردم میشده. بس چقدر کتاب است؟ تعداد صحیح ذکر نشده. 104 کتاب میگن، لیکن در قرآن کریم و ما اوتی النبیون و هر آن چیزی که به انبیاء علیهم السلام داده شده حد بیان نشده. بسیار انبیاء علیهم السلام آمده، بسیار کتابا داده شده، خب لیکن مشهورترین کتابا 4 کتاب بزرگ است که تورات، انجیل، زبور و قرآن کریم است. صحیفه ها چند صحیفه در حدیث ذکر است؟ 100 صحیفه هم ذکر است. آخرین کتابا کدام است؟ سری دیگه کتابا ایمان اجمالی است، خو سری قرآن ایمان چی است؟ معنای ایمان بالای قرآن تفصیلی چی معنا؟ هر حکمی که در قرآن کریم ثابت است، یا فرضیتش بگوی، یا سنت بودنش، یا مباح بودنش، سری از عقیده چی است؟ فرض. اگر کسی منکر شود چی میشه؟ یک آدم نماز میخونه، روزه را میده، زکات میده، روزه را میگیره، زکات میده، حج میکنه، کل منهیاتی که الله آمده خود منع میکنه، هر چیزی را که امر کرده قبول داره. خود تنها میگه که نه شکار کردن مباح نیست، مسلمان شد یا کافر؟ کل چیزهای دیگر انجام داده، چرا کافر برش میگه؟ آن چیزی که حکم قرآن ثابت میکنه مباح بودن چی است؟ شکار است. این آدم از پیش چی داره؟ انکار میکنه، کل کارا را میکنه. خب میگه نه شراب حلال است. عالی، حرمت شراب به قرآن چیست؟ این آدم سرش عقیده نداره، مسلمان شد یا کافر؟ بسیار سخت موضوع است. امروز در خانه تو شوهری تو میگه نماز کی کشیده، این فرض نیست، مسلمان است یا کافر؟ با کافر این نکاح صحیح است؟ قطعا مکمل زناست نعوذ بالله. لیکن خواهری ما تا آلی رقتش زندگی میکنه، اولادایش پیدا شده، زنش یک امی شوهر امی قسم عقیده داره، میگه حجاب کی کشیده، لعنت سر حجاب نعوذ بالله، مسلمان شد یا کافر؟ چرا فرضیت حجاب به کی ثابت است؟ به قرآن، با آیت قرآن ثابت است. این میالی قطعی زن مسلمان شد یا کافر؟ شوهر قطعی از این نکاحش درست است یا غلط؟ از بین رفته، زنا هست. لیکن امروز مردم ما، ملت ما در بدر است، عمرشان تباس، اولادشان به زنا در دنیا به وجود میان نعوذ بالله. در ماه مبارک رمضان برش میطور میگه که کسی که کی است کدام نعوذ بالله، میگه لعنت بالای الله نعوذ بالله که روزه را کشیده، اینطوری دو دشنام به الله میده، او تو برش دیگ هم تیار میکنی، شراب هم در پیشت میخوره. ای خواهری بزرگوارم، امروز در می ساعت اعلان کو که من زنت نیستم، باید راپور بدی که اینی آدم اینی گپ میزنه، مسئولیت داری در پیش الله تبارک و تعالی، دفاع از دین بکو، تو مامور هستی، پیش دولت معرفی کوشه. طلاق طبیعی طلاق که نگیری، نکاح فسخ شدی، مرتد شده، این از دین گشته دیگه. نکاح تو قطعی از او نیست، اگر مرد باشه، شوهر باشه، اگر زنش باشه. دمی کابلیتان ایتونی بسطها نفر وجود داره، در تلفن قطمه مکالمه شده، گریان کرده، زنم گریان کرده، مردم گریان کرده که چی طور کنیم زندگی را. اینی حالت ها وجود داره. ببینی چرا اینطور هستن؟ علت ایشتک اینمی مردکه و امی خواهر ما از ایمان خبر نداره که ایمان چی را میگه. کسی سوال نمیکنه دختری خود که میده، بچه در کجا زندگی میکنه، در روسیه چی عقیده داره، کمونیست است،
او به الله عقیده نداره، او به لینن عقیده داره. او میگه قرآن فکر کونه است، افسانه های قدیمی است. نعوذ بالله. کتاب لینن ای برای ترقی و بشریت و سعادت بشریت است. ای تو آدم مسلمان است یا کافر؟ خب لیکن تو دختری که میدی سوال کردی؟ اینمی قسم ده فرقه های داخلی وطنی ما. اگر یک آدم عقیده داره که پیری ما قیوم زمان است، کلی انتظام زمان او میکنه، او مسلمان قیم منه یا کافر؟ چطور دختری بری از او جایز باشه؟ کسی که عقیده داره که عایشه رضی الله عنها تو ایمان تفصیلی بالای قرآن فرض است و در قرآن براءت و پاکی از زنا از عایشه رضی الله عنها را ذکر کرده، قرآن یا نکرده؟ دا آیت در مورد پاکیش آمده. خو یک آدم عقیده داره که عایشه رضی الله عنها زانی است، نعوذ بالله، مسلمان است یا کافر؟ کافر است. دختری تا چرا برش دادی؟ او بی غیرت مومن. دختری تا چرا برش دادی؟ بلدنگ شدیدی، کشوفش موتر شدیدی، سندی قوی از دکتری داره، در پیش الله متعال رفتنی نیست. اوی دختر به می عقیده امیال شوهرش داره، بازم زنیش است، نه مطالبه طلاق میکنن نه. خیرت چی است؟ ولی از ما اولاد پیدا شده که نمیفهمی دیالی میفهمی. به شوهر بگو یا یه عقیده را داشته باش که عایشه رضی الله پاک است. چرا؟ قرآن میگه. اگر تو میگی که نه زانی است، موتو نکاح ما از بین رفته، قطعا موتو با هم چی نیستیم، زن و شوهر شدن نمیتونیم. ولی با تأسف امروز اینی طور حالتا سر مسلمان آمده. شما فیصله کنید که ما علما به نزد الله تبارک و تعالی جوابدهی هستیم یا نه؟ 10 سال ما در مسجد تیر میکنیم. چند سال؟ 10 سال. 1 سال هم نی. اگر 1 هفته تیر کنیم باید ما عقیده را به مردم بگوییم. امی مولا رفته، امی نکاحی امی کس بسته کرده که به نعوذ بالله به دین دشنام میده، شراب حلال میدانه، سود حلال میدانه. امی مولا صاحب رفته، امی مولا صاحب رفته نکاحی امو دختر و بچه را بسته کرده که بچه عقیده داره که عایشه رضی الله عنها زانی است، نعوذ بالله. ما که علما را هر جای میکوبم، عالمی حق پرسته، عالمی که خدمت دین کرده، عالمی که واقعا دل سوختانده سری عوام سری مقتدیای خود تشریع دین کرده، وارا من نمیگم. معموع عالمی که دین پنهان کرده، روزی خود گذرانیده، ملایی را یا عالم بودن یا امامت ذریعه و کسب چی؟ زندگی خود دانسته. از او خاطر چیزی که عوام میگه این قطش روان است. 1 روز اعتراض انتقاد نمیکنه که این مردم اینی کاریتان خلاف دین است. چرا؟ او میگه میترسم که از مسجد میکشه و عقیدهش اینمیسته که اگر از مسجد کشید روزی مقطع میشه. کسی که تو عقیده داشته باشه مسلمان میشه. عجیب گپ کو اینجا است. ما باید بدانیم، درک بکنیم حقیقت عقیده را. ما باید بدانیم. بارها شما مردم شاهد هستی، برادر زنا میکنه، مردم جرگه میکنه، جرگه قومی چی را باز در جرگه ثابت میکنه، فیصله میکنه؟ امشیری امی زناکار به کی میده؟ به مو کسی که قطع اهلش زنا صورت گرفته. ایره به نام چی یاد میکنه در اصطلاح ما شما؟ به نام بد. به نام چی؟ به نام چی؟ در دین بد دادن حرام است یا حلال؟ امی مولا صاحب امی نکاح را بسته میکنه یا نه؟ میکنه یا نمیکنه؟ خب شما بگوی چی رقم مولاست؟ ایره ما مولا بگویم، این عالم پشتش اقتدا بکنیم، این عالم پشتش نماز بخوانیم، به چشمی سر میبینیم. امی عالمی که فعلا سود میخوره، امی عالمی که نعوذ بالله، ما گفتم افتتاح سینما را به آیات قرآن میکنه، نعوذ بالله. ما پشت از این نماز بخوانیم یا نه؟ خب مردمی ما چرا هوشش از بین رفته، عقلشان از بین رفته؟ چرا دی متوجه نمیشه؟ در نقصان دنیا متوجه است که ادنا نقصان پیدا شه بازو کاروبار را ترک میکنه. خود دین چرا متوجه نیست؟ الله از ما و شما سوال نمیکنه؟ سوال کرده نیست. برادرها بدانی ایمان بر تقدیر است. چقدر امری خیلی بس بزرگ است. ما ایمان به تقدیر داریم. تقدیر چی مانا؟ کدام امری که الله فیصله کرده حق است، مطابق حکمت است، الله حکیم است، به قضا و فیصله الله ما چی داریم؟ عقیده داریم. امروز روزی نیست که برای ما در تلفن یا همونطور سوال نشوه
که خو الله که ما را پیدا کرده وقت فیصله کرده یا نکرده؟ مولوی صاحب من میگم بله فیصله کرده. خیر چرا ما را عذاب میده؟ خب وقت خودش فیصله کرده. ما که گناه میکنیم مطابق فیصله کی میکنیم؟ الله میکنیم. خیر ما چه گناهگار؟ این قدر سوالا شده در هر مکتب همین سوالاست و ای از طرف امین نعوذ بالله ملحدین همین سوالای چی میشه؟ به خاطر شک انداختن و گمراه ساختن مردم. ما برش میگم که بله الله خو بله فیصله را کرده، خود تو را که پیدا کرد اختیار داد تو را، یعنی که تو را مجبوری که ساخت. ما که پیدا شدیم اختیار دار هستیم یا مجبور هستیم؟ صبحی تو به اختیار خود در ترجمه قرآن آمدی یا نه مجبور بودی؟ نه، در یک خانه دو برادر بوده، دو خواهر بوده، یکی تان آمد زحمت کشید ترجمه قرآن، دیگه تان خوابی تان زده، باز پسان خیست 8 بجه در لیسه مریم چکر زده، نه نماز خواندی، رفتی اونجا نعوذ بالله لبایت سرخ کردی، در اونجا گشتی روزیت خراب کردی، پس هم آمدی. الله که برات فیصله کرده، باز تو را خبر داد که ای دختر، ایجا ترغیب داد که 1 ساعت اگر قدم طرفی ترجمه میمانی و رفتی یک آیت قرآن خواندی چند دانه از 2 شتری بزرگی که بوکای کلان داره که چقدر ارزش داشت، از او که مثل که او را بدونی گناه و بدونی قطع صله رحمی پس چی کرده ای؟ ثواب آورده ای. اینجا برای تو ترغیب داده، او طرف برش میگه که اگر نماز چی کردی نخواندی و رفتی از خانه برآمدی عطر زدی مردم از سر خود خبر کردی، لعنت الله سر توسته. حالی به اختیار زن برآمده یا بی اختیار برآمده؟ دیگه از او خاطر ثواب و عذاب برات داده میشه. حالی تو تقدیر فهمیدی؟ الله قبلا فهمیده بود که من اینمی بنده های خود همی 2 خواهر همی 2 برادر پیدا میکنم، یکیش به اختیار خود طرف ترجمه میره مستحق ثواب است و یکی به اختیار خود طرف عذاب میره، از او خاطر مستحق چی هست؟ عقاب است. آسان که پس مسئله تقدیر، لیکن آنقدر سوالای پیچیده. در علم الله بود که من زنا میکنم یا نه؟ بلی بود. خیر من مطابق علم الله زنا کرده و دوڑی خورد. تو خبر داشتی؟ تو خبر داشتی که من در تقدیرم نوشته است که حتما تو زنا میکنی؟ تو خبر نداشتی؟ الله خود زنا را حرام کرده، گفته که عذاب است. الله خود تو را گفته که نکن، حالی که زنا را تو میکنی به اختیار میکنی یا بی اختیار؟ اختیار میکنی. هیچ سوال پیدا نمیشه در این مورد. و در تقدیر کسی جر و بحث نمیکنه. پیغمبر میگه کسی که در تقدیر جر و بحث میکنه اینمی مردم از پیشش چی بکنه؟ فرار بکنه. نه امروز مردم میگه پاره یاد نداره. به روز آخرت چی عقیده داریم؟ روز آخرت یک روز است. ما این دنیا را انسانای ارواح ما از بین میره، یعنی که عمر انسان جاودان است. این زندگی دنیای ما ختم میشه، قدم به زندگی برزخ میمانیم که در بین که در دنیا میمیریم تا که قیامت قائم میشه. همین فاصله را به نام چی میکنه؟ برزخ. و بعد از او قیامت میشه، کل انسان ها پس چی میشه؟ زندگی جاودانی باز میآید. زندگی چی میآید؟ در اونجا که کدام حالات در قرآن و در حدیث صحیح برای ما ثابت است چی است؟ بگوی حق است. چی است؟ اینی را ایمان به روز آخرت. ایمان چی را میگه؟ مؤمن بهی. سری کدام چیزایی که ایمان آورده میشه چند چیز بود؟ 6 چیز بود. از همون خاطر علمای ما چی میکنه؟ ایمان چطور تشریح میکنه؟ ایمان امی رقم تشریح میکنه که باور کردن و اقرار به زبان و عمل کردن به آن احکامی که از پیغمبر علیه السلام به طریق پیغمبر برای ما آمده، ضرورتاً آمده، به دلیل قطعی ثابت شده و به ما رسیده. سر کلی از یا ایمان و تصدیق چی است؟ ضروری است. یعنی کدام چیزی که به دلیل قطعی آمده به ما رسیده ایمان سر از ضروری است و امیر ایمان میگه. اگر چیزی به دلیل ظنی و گمانی ثابت شده باشه او ایمان از همون خاطر انکار از امر ظنی کفر نیست. این را به نام ایمان یاد کرد. در اینجا الله میگه الذین یؤمنون بالغیب. اول سرحد است بین مؤمن و کافر. متقین کسانی است، الذین کسانی که یؤمنون ایمان داره. در قرآن کریم که کدام کلمه ایمان ذکر میشه مراد از پیشش ایمان شرعی می باشه. ایمان شرعی چی را گفته بودیم؟ تصدیق قلبی را یا باور کردن و اقرار زبانی و عمل با اعضا. که ایمان داره بالغیب، به آن چیزی که پنهان و پوشیده است. 2 ترجمه. مراد از غیب در اینجا وحی است. برای ما واضح شد الله تبارک و تعالی حالات قیامت کلش بعد از وحی برای ما معلوم شده. یا بالغیب به معنای آن چیزی که غایب و پنهان است. غایب و پنهان چی چیز است؟ الله غایب است. عذاب قبر چی است؟
ملائک چی است؟ جنت و دوزخ چی است؟ پل صراط چی است؟ سر کلی از این ما چی داریم؟ ایمان داریم. اولین مرز در بین مؤمن و کافر توسط چیست؟ عقیده. عقیده به غیب است. الذین یؤمنون، و کسانی که ایمان داره بالغیب، به آن چیزی که غایب و پنهان است. این بخش عقیده بود. عالی مسئله عمل ذکر میکنه، اشاره به این میکنه که تنها ایمان قطعش عمل ضروری است و عمل در ایمان داخل است حتما. اینجا چرا خیر علایده ذکر کرده؟ برای اهمیت ازی که مردم گمان نکنه که ایمان بدون عمل درست است. و یقیمون الصلاة، قایم میکنه نماز. متقین اول عقیدهشان درست است، بعد از او اعمال خیلی مهم، در اعمال بدنی مهمترین عمل نماز است و در اعمال مالی مهمترین عمل چی است؟ زکات است. این هر دو را به طریق درست انجام میده. انسان دو حالت داره، یکی دو رابطه داره، یک رابطهش با امرای الله است، یک رابطهش با امرای کی است؟ انسان که همیشه زندگی میکنه از دو رابطه خالی نیست. رابطه خدا با الله قایم میکنه، رابطه خدا با مخلوق الله قایم میکنه. قرآن امی هر دو رابطه را به ما تشریح میکنه. چه رقم رابطه خدا با الله قایم کنیم؟ قرآن برای ما میگه شما رابطه تان با الله توسط نماز قایم کرده میتونید. پیغمبر براتون طریق عبادت، طریق نیایش، طریق مناجات، طریق سوال کردن برایتان تشریح میکنه امرای الله. از همون خاطر این قایم کردن رابطه مخلوق با چی است؟ با خالق است. رابطه تانه با الله تبارک و تعالی قایم میکنه. بزرگترین چیزی که رابطه انسان با خالق قایم میکنه اون نماز است. او چی است؟ نماز است. و این خیلی واضح است، در اول سر فهرست قرار داره. و رابطه انسان که با مخلوق برقرار میکنه چی است؟ زکات است. بدون دو رابطه مومن شده نمیتونه و زندگی دنیا صورت هم نمیگیره. خود نماز چطور نماز است؟ در یک جای قرآن کریم یؤدون نه آمده، یقیمون آمده. یقیمون در لغت عربی برابر استاد کردن میگه. و برابر استاد کردن در چیزی میشه که حسی باشه، مادی باشه. لاسپیکر اینمی تولره وقتی ما درست اینجا برابر میتونیم که یک طرف کجی نداشته باشه که بیفته، جایم خواب هموار باشه. چی باشه؟ هموار باشه. مانا چیسته؟ یک شای آن قدر راست کو که یک طرفش بگوی گیرنگی و کجی نداشته باشه و همونطور تو درست کنی. اینی را اقامت میگه. نماز خو امر حسی نیست، جسم و ماده نداره که ما ای را بگیریم اینطور استاد کنیم. یک امر معنوی است. خیر چطور نماز ما درست کرده میتونیم؟ قایم برابر استاد کرده میتونیم؟ بله، زمان نماز برابر میشه که در کل کیفیت و کمیت موافق نمازی کی شوه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. دلیل سرش داره؟ بله، پیغمبر علیه السلام میگه صلو، نماز بخوانی. خود چی رقم نماز؟ کما رأیتمونی، مثل که مرا دیده ای صحابه کرام. در سر منبر نماز تعلیم میداد عملا برای صحابه. کما رأیتمونی اصلی، امو رقم که مرا دیده که من نماز خواندم و اون نماز تشریح کرد صحابه کرام بر ما. خودی پیغمبر یک حدیث به نام مسیء الصلاة یاد میکنه. یک کسی که در نماز خود یک کمی و کوتاهی کرده، رکوع و سجده را خود تعدیل نکرده، پیغمبر امر کرده 3 مرتبه پس وضو بکنه. بعد از مرتبه سوم طلب کرده شد و برش گفته که اینی طور وضو بکو و اینی طور نماز بخوان. این مکمل تشریح شده. در زمان صحابه کرام کسی نمیفهمید صحابی که اینی جز فرض است، اینی سنت، اینی مستحب است. صحابه سوال میکرد پیغمبر چی رقم نماز میخوانه؟ امو رقم نماز که پیغمبر میخوان صحابه میخوان. وقت مراعات میکرد، جماعات مراعات میکرد، کمیت مراعات میکرد، کیفیت. اگر ما در وقت اول در احادیث آمده که تعجیل غیر از پیشین تابستان و خفتن دیگه در کل نمازها در احادیث چی آمده؟ تعجیل آمده. در اول وقت خواندن این بهتر است. پیغمبر خوانده، ما زمان رعایت نماز، اقامت نماز برش گفته میتونیم که در اول وقت بخوانه. جماعت به نزد محدثین و علمای محققین فرض است او یقینا فرض است نظر به دلایل. بدون عذر جماعت فرض است، فرض خارجی است.
اگر یک کسی در جماعت نماز نخواند، اگرچه نمازش صحیح شده، از ذمهش فارغ شده، بعضی ثواب الله برش داده، لیکن یک ترکی چی را کرده؟ فرض کرده، امی قدر گناه را گرفته. اگر با جماعت بخوانی، اگر جماعت نخواندی اقامت صلات نکردی، باز نماز خو خواندی خو لیکن حرکاتش سکناتش درست نکردی، قرائتش درست نکردی، در رکوع تعدیل و اطمینان نآمد، تسبیحات تکمیل نگفتی، باز اقامت صلات نآمده. اقامت صلات وقتی میاد که این مسائل و شرایط پوره بکنیم. از امو خاطر الله شیخ البانی رحمت الله علیه را غریق رحمت بسازه. او کتاب نوشته که در روش نماز پیامبر از تکبیر تا کجا را، او خودش میگه که مطابق کدام مذهب نوشته نکردیم، مطابق احادیث صحیحی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگر کسی میخواه که یقینا نمازش مثل نماز پیغمبر باشه و امی آیت قرآن سرش صادق شوه که و یقیمون الصلاة است، مطابق امو کتاب باید نماز خدا چی کنه؟ درست بسازه. اونو وقت نماز اقامت نماز میایه و امو نمازی است که یقینا پیغمبر فرمان داده. ولی با تاسف امروز مردم ما از امی اول که مخالفت شروع میکنه تا آخر نمازه بجز از خلاف سنت رسول الله دیگه کار نداره. نو که استاد میشه پایچا کشاله، بیچاره پتلونک پوشیده تنگه به خاطر دفترکی خود، کلی اعضایش علایده معلوم میشه خط به خط. همشیره ما خو گاچی سفیده که اینجا کشیده که هم گردن معلوم میشه هم پشت معلوم میشه، اینطور کالای چسب پوشیده که اعضا مکمل نمایان و برجسته میشه. ببینه این نماز است، این درست است؟ بیا از پیغمبر علیه السلام سوال بکنیم که چه قسم ستر عورت فرض است یا نیست؟ فرض. صدل یا آویزان کردن اونمو لباس این حرام است یا نیست؟ تو صدل بکنی، لیکن هیچ کس تا قصیش نیست. دستمال همی طور میپرته، این طور دور نمیده، صدل است. این صدل است. بله زن است که پایچای خود پایین میکنه حتی تا پشت پایه باید مکمل، یک رویش و یک کفای دست که در وقت بالا کردن کف دست معلوم میشه. اگر زیر چادر باشه خب بیخی خوب، اگر کف دست بیرون چادر باشه هیچ کدام پروا نداره. چرا دستا در وقت ازی در جمله ستر عورت نیست. یکی مسئله ستر بیرونی است. در ستر بیرونی هر چیزی که جلب توجه مردم میکنه، اگر روی باشه اگر دست باشه و مردم متوجه از او میشه، او پټ کردنش ضرور است. اما در نمازی گپ است و اینمی ستر عورت تنها در پیش مردم نیست. اگر شب تاریک هم باشه همشیریم تو باید کل بدنت پټ باشه نماز بخوانی که خب تاریک است هیچ کس هم تو را نمیبینه. اگر آستینت برزدی و تو نماز خوندی نمازش میشه نمیشه؟ نمیشه. چرا که ستر عورت نه. لیکن امروز مردم ما را ببین باز در زبان نیتا را شروع میکنه او چی رقم دستا را بالا میکنه. یک روز کسی میگه والا ما در دورایی باقی ماندیم همین نماز پشت کی بخوانیم. ما گفتم جناب در دورایی باقی نمان، یک روز پشت مشهورترین عالم کابل در یک روز بخوان، در روز جمعه دوم، در دیگه جمعه سوم، جمعه چهارم، جمعه دهم. خب علمای برجسته و مشهور در مسجدهایش نماز بخوان. ولی بعد از نماز از همین مولا صاحب که کدام حرکت انجام داده دلیلش پرسان کو که برای دلیل داده میتونه یا نمیتونه. اگر تو همین کارا بکنی بالکل حق میشناسی. ما گفتم در مسجد من بیا بعد از اینکه نماز ختم شد از من سوال بکن. در مسجد دیگه 4 انگشت مسافت در بین پایا میمانه، هیچ کس پای در پای نمیچسبانه، هر کس به خود استاد میشه. امروز پیشین همینجا شما برای تحقیق استاد شوی در این مسجد در حالی که گفتم شده، خب مردم ببینه که چی رقم استاد میشه، پاچه ها چی رقم است، در وقتی که استاد میشه چی نیتا را میکنه و چه قسم پایایشان مسافه داره و چه قسم دستا را بالا میکنه. عوامی ما این همیطور دستا را بالا کده میباشه، انگشتایش این همیطور قاط شدگی کند شدگی و پره دستا طرف قبله است. این همینجا اینطوری کده رو ایسته نیت کدم همینطور است یا نه؟ و از بعد از او اینطور میکنه اینجا بسته میکنه، زیر ناف هم نمیره. چرا؟ آلی مردم شکمایش چی شده؟ کمی کلان شده. صحیح است؟ آلی بیچاره نمیتونه که در مذهب حنفی عمل کنه، مجبور است که سلفی شود. فهمیده؟
باز دیگه او طرف استاد میشه، اونجا سعی میکنه 1 ثانیه تیر نشده باشه الله اکبر در رکوع، بازه در رکوع که می پایین شه، پس توان طاقتی بالا شدن نداره، اوه زده طرف کجا میره؟ در سجده. امی فقط پیشانی مانده میشه، پس بالا میشه، در نیمه بالا میشه، پس در نیمه سجده میکنه، باز امی تو رزوتی کده میخیزه. فقط از امی سوال کو، خودی بیچاره خو آمیست از ملا صاحب سوال کو که اینی عمل این مقتدی انجام داده، نماز یزید درست شده یا نادرست؟ اگر دلیل برات داد ما به سر و چشم قبول دارم، اگر نه که دلیل برات نداد تو کل عمر اینمی قسم نماز خوانده، از جاغی مولا امامت بگی که مولا امام در حدیث پیغمبر امی عمل آمده یا نه آمده، بعد از او برای تو معلوم میشه که من نماز کجا بخوانم و چی قسم بخوانم. بیا در مسجدی من مردمم بی مرم بی که ما چی کار کرده رو استیم، در مورد کلش از ما سوال بکو، از امی جاغیم بگی که یا از به طریقه سنت رسول الله دلیل حدیث برم تیر میکنی یا برم جواب بدی. اگر من مکمل برات به سند صحیح حدیث دادم، باز دیگه برای تو خودمون تو از این صاف کار بگی که نماز کجا بخوانم و چی قسم بخوانم. تو همی گپم قطعا نمیپذیری، حیران هستی که میگم من کجا نماز بخوانم، کجا نماز بخوانم. خب ببینید این معیار است برادرها، یقینا براتون میگم ما نماز با کدام کیفیت بخوانیم. قرآن کریم از ما مطالبه اقامت الصلات کرده، در درجه و زمره متقین زمان داخل میشیم که اقامت الصلات بکنیم. در شک نباشیم. برادرها و خواهرای ما چی میگه؟ مولوی صاحب بسیار خوب آدم است، خب گپا میزنه لیکن وابیست. وابی چی را میگه؟ من یک دفعه بشناسم که وابی چی را میگه. امو عملی که خلاف قرآن و حدیث است دمه پیدا کو برم بگو، بس سر رو چشم که خلاف قرآن و حدیث عمل پیدا کردی. امو که عملی وابیگری باشه امو را دمه پیدا کو بگوینی عملی وابیگری است. اگر ایره تو عملی وابیگری میگی که من نماز درست میخوانم موافق حدیث پیغمبر میخوانم، ایره تو وهابی میگی دیگه وهابی ای خوب گپ است، ای خوب صفت است، باز خوی صفت خوب شد خراب نشد. ما خود عالی کدام مذهب به نام وهابی بشناسه؟ کسی وجود داره که بگه من وهابیستم یا در مذهبی وهابیستم؟ هیچ کسی وجود نداره. چرا تو؟ خب برادر و خواهرم تحقیق بکن، تو متاثر از تبلیغات مردم نشو. کسی که برات میگه که اینی وهابیست اول از پیش سوال کن که وهابی کی را میگه، باز همون صفتای وهابیت که برات گفت بیا اینالی همون شخصی را که او متهم به وهابیت کرده همون صفتا را در این مردکه ببین که موجود است یا نه. اگر موجود بود قطعی آدم بشی که تو اینی صفتا را داری و این صفتا غلط است، تو چرا این کارا را میکنی؟ که او برات جواب داره یا نداره. ولی با تاسف ما بس زمزمه مردم دیگه دول زده را استیم، او را رونق داده را استیم. یادتان باشه که در این تبلیغات سو خود داخل نکنیم. یو نمو تبلیغات دشمن است که در بدر کرده مردم ما. و یقیمون الصلاة، نماز درست برابر ادا میکنه در وقت وادیش در جماعت به مکیفیتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. حالی در کتابا الحمدلله موجود است به نام روش نماز، قطع خود امام اینجا موجود است. ما این کتاب بسیار شایع کردیم به مردم دادیم، بسیار به نرخ ارزان الحمدلله. بسیار برادرها و خواهرای ما از این کتابا استفاده خیلی درست کردن، نمازایشان الحمدلله نماز شده. وقتی که ما محبت پیغمبر در قلب پیدا کردیم باز نمازای ما بسیار با مطمئن با آرام نماز میشه. الله همونطور نماز برای ما نصیب کنه. نماز چیزی است این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از هر قسم بی حیایی و کار زشت نماز تو را منع میکنه. یقینا اگر نماز باشه الله همونطور نماز نصیب ما بکنه. یقینا نمازی که خشیت دو بیایه، خضوع دو بیایه، آبدیدیت بیایه، ترس الله در قلبت پیدا شوه، احساس بکنی که مقتی الله مکالمه و گفتگو داره و اون وقت نماز میشه که به الله قسم دمی حالت نماز براتون امیطور لذت بیا که الحمدلله نماز بود. اگر نماز نمی بود هیچ چمی زندگی ما به دردم نمیخورد. امیطور لذت که در نماز برات پیدا شد اون وقت نماز میشه، اون وقت اقامت الصلاة است. الله نصیب ما بکن. و مما رزقناهم ينفقون، از بعض آن چیزی که رزقناهم ما روزی دادیم، ينفقون مصرف میکنن.
متقین کسانی هستند، جماعت متقین کسانی هستند که عقیده درست در عمل، که مسئله عملی بدنی بود، مهمترینش نماز بود که رابطه خدا با الله قائم میکرد، این بالکل درست و برابر بود. سوم چیز رابطه خدا با مخلوق الله قائم میکنه و این عبادت مالی است، این را خب درست انجام میده. خب لیکن تنها عبادت مالی را اینجا شامل نمیشه. و مما اصلش و من ما است، من برای تبعیض است، از بعض ما آن چیزی که آن چیز مشخص نکرده. هر کس که یک چیز داره، رزقناهم که الله برات داده، به عالم علم داده، به مالدار مال داده، به صاحب مرتبه و مقام و منزلت منصب و منزلت داده، به آدم شخصی قوی قوت داده. هر کس الله تبارک و تعالی یک حصه از نعمت خود داده. الله میگه از اینمی چیزی داشتگی خود یک کمی را مصرف بکنه، در حال مصرف بکنه که امی هم دادگی کی است؟ الله اکبر. خودت نداری. عالم اگر علم داده استعدادش کی داده؟ اگر مالدار مال داره قابلیت پیدا کردنش کی داده؟ اگر کسی قوت داده کی داده؟ اگر در منصب و منزلت و رسیده کی رسانده شه؟ خیر چرا مصرف نمیکنی؟ الله کلش هم از تو مطالبه نداره. میگه بعضیش مطالبه بکن. از آن چیزی که ما برش دادیم ینفقون، خرج میکنه، مصرف میکنه. چرا؟ اگر مصرف نکنه این چرخ زندگی جای به جای استاد. اگر افراد انسانی هر کس که هر چیز خود داره مصرف نکنه، چرخ زندگی جای به جای استاد میشه. عالم علم خود مصرف نکنه، مالدار مال خود مصرف نکنه، توانمند قوت خود مصرف نکنه، و صاحب منصب و اداره چیسته آبرو و امو مقام و منزلت خود مصرف نکنه، زندگی دنیا مختل میشه. نجار استعداد نجاری را داره اما قرار میشینه در خانه خود، یک نجار بیرون نمیبره. معمار استعداد معماری را داره مصرف نمیکنه، قرار در خانه خود میشینه. استاد لیاقت استادی را داره مصرف نمیکنه، قرار در خانه خود میشینه. دریور در خانه خود میشینه، معلم ماموری دفتر دیقان در خانه خود میشینه. دنیا آباد میشه و ایران امی مطلق زندگی انسانی هم ضرورت بینمی مصرف داره. خب مصرف به جای باشه یا بی جای؟ دریور وقتی مصرف کنه که مردم بیرون برآمده باشه، طرفی کار و وظیفه روان باشه. در وقت کار و وظیفه تیم وظیفه مردم کلش در استادگاه استاد است، یک موتر پیدا نمیشه. خب مردم که بیچاره رفتن پس در خانه، آلی وقت استراحت است، دریور و کلینر برای میگه شار 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 صدا بکنه. این بی وقت است یا با وقت است؟ این انفاق صحیح است یا ناصحیح؟ انفاق بکنه خود وقت بکنه. در کدام وقت بکنه؟ که وقتش مناسب باشه. وقتش مناسب باشه. بالای کی انفاق بکنه؟ بالای کسی که ضرورت برش داره. یک آدم ضرورت داره در دفتر، او را موتروان بالا نمیکنه. او بیچاره میگه من بالا میشم. نه نه نه، یک نفری دکاندار کش کرده رئیس که بیاد موتر بالاش، بیا که از اینجا تا چی را پلی باغ عمومی را تو را میبرم. او میگه بیا دارم دکانم میمانه، من ضرورت ندارم در اونجا. او شلست که نیم تو را میبرم. دیگه نفر شلست که مرا در پلی باغ عمومی ببری نمیمانه شد که بالا شود. این درست است؟ نه، مناسب نیست. انفاق مناسب باشه. علم در خود جای داره، در خود وقت داره، در خود موقع داره. اول از عالم شروع میکنیم. ای علما، ای کسی که دعوای ادناترین علم داره، شما باور به الله تبارک و تعالی بکنه که از هر لحظه و ساعتهای دیگه امروز انفاق علم سر شما بسیار فرضی تاکیدی است. چرا فرضی تاکیدی است؟ دشمنای دین ما بر علاوه که در تمام ممالک اسلامی مداخله نظامی علنی داره، لیکن تلاششان از نگاهی تعرض فرهنگی خیلی زیاد است. از چی کرده؟ از تعرض نظامی کرده. امروز برای محو مفکوری صحیح و صفای تو آنقدر وسایل یاد کار انداخته که قدم میمونی غیر از وسیله دعوت به سوی فحش دیگه چیز دیده نمیتونی. اگر موبایل میگیری که امی بری توی زنگم میادم و زنگم چی است؟ ساز است.
سازی که تو را یک دم تحریک میکنه. اگر در موتر میشینی ساز است، اگر در هتل بالا میشینی ساز است، اگر در دفترکت میری سعی میکنی که دخترک در تلویزیون با این سیستم برات میاد ناز و نزاکت میکنه که پرسان نکن، حالی کار را فراموش میکنی، متوجه از او میشی. مردم ها به خاطر سریالا بجای از این که چیسته کالا را در چی پرته برادری خود گرفته، همونطور که البته کالاست در یخجال انداخته، الکی سریال تلسی تیر نشود. امی حالت ها هست یا نیست برادرها؟ این را باید باور بکنیم، این را باید یقین بکنیم. جناب عالم، ای جوان، ای بچه جوان، ای دختر جوان، ای پدر پیر و ای مادر پیر، چرا مبتلا به این مزخرفات؟ خانه به مجردی که داخل میشی امو خانه قابل افتخار از زندگی خوش داره که تلویزیون شو تا صبح چالان باشه، کلان باشه، عکس و تصویر خیلی کلان نشان بده. خانه خیلی زندگی خوب داره که کیبلش بسته باشه با دنیای چی دیگه، در اونجا عکسای نعوذ بالله لچه ببینه. این مشکل است. عالم، تو علم خودت در چی جمع کرده ای؟ تو انفاق بکن امروز، پشت معاشا نگرد. ای دکتر صاحبا، بر علاوه که الا دو پانتونی دولتی، دو پانتونی شخصی ساعتای تانه تقسیم کرده، بیایه به خاطر رضای الله که امی استعداد و امی قابلیت الله براتان داده، 1 ساعت به خاطر رضای الله. دیگه جایم نه، امونجا که مسئولیت داری خطیب و ملاستی، امونجا 1 ساعت به قرآن خاص کنی، 1 ساعت به عقیده خاص کنی، 1 ساعت به درس حدیث خاص کنی، 1 ساعت به درس مستمر سیرت رسول الله و اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کنی. وجود داره؟ شما بگوید، فیصله کنید شما. ما چطور بگیم ولا یهود و نصارا آمده کل گیر گمراه کرد؟ خود گمراه میشه. در کله و در دماغ ما دیگه چیز نیست. یک درو برامد دعوت به سوی نمو گپا داده میشه. مسئولیت علما زیاد است یا نیست؟ اگر ما دمی موقعم 1 لحظه غفلت بکنیم، 1 لحظه غفلت، 100 سال عقب مانده شدیم یا نه؟ به میلیون ها سرمایه دولت ما، بچه و دختری جوان ما گمراه شد یا نشد؟ از دست تو شد. چرا مردم ما، جوانای ما رفت در روسیه، 1 دم مفکوری کمونیستی را آوردن. مفکوری کمونیستی که آنقدر باطل است که ادناترین کسی که کمکی عقل داشته باشه او را باطل میگن. و اینجا پس آمدن تا عالی را، ارگانش وجود داره، جلسات سیاسی داره، مردم دعوت میده و تا عالی را افتخار به لینن میکنه. از دست تو ملاسای بود. چرا؟ امی بچگک وقتی که خرد بود در مسجد در پیش تو آمد، 1 موضوع عقیده را برش نگفتی، 1 آیت قرآن برش ترجمه نکردی. امی قدر یاد دادی بندی کیستی، امتی کیستی، ملتی کیستی، چاریاری دوستاری کیستی. بعضی ملاها خو مسائل مسلک دیگر را یاد میده. برش چی میگه؟ اصول دین چند است؟ بازو برش میگه اره با تو بگویم، اره رم قطش میگه که از کدام قوم هستی؟ اره با تو بگویم 8 قسم است. گفته نگفته براتون ملا؟ بیچاره نمیفهمه که از کدام مسلک است. الله رحم بکنه. این مسئولیت علمای ماست. سخت حالت خراب است و علمای ما در این روز 1 ثانیه غفلت و 1 ثانیه بی‌توجهی کردن برای خدمت به نزد الله متعال مسئول هستند. الله از پیش ما سوال میکنه و مما رزقناهم، از آن چیزی که ما برش روزی دادیم. دیگری ها گرفته، معاشا گرفته، هر کدامتان عالی خوب زندگی مرفهم داره، بیایی به خاطر دین الله یک چیزی حصه از عمرتان بدی. الله توفیق بده. مالدار، ترجمه مولای متوکل به 1 نفر هیچ کدام لذت نداره. اگر ما قطم موتر نباشه، اگر ما چیسته اجرت تیلم داده نشوه، اگر ما مشکل اقتصادیم حل نشوه، در کمپانی زندگی میکنم، صبحکی در چی؟ در لاسپیکر، او لاسپیکر هم کسی برام بخره، باز بعد از اون برقم خوب فعال باشه، بعد از اون دروازه مسجد اعلا باشه، بعد از اون مردم ترجمه بکنم، یا 10 یا 15 یا 30 نفر امی قرآن ترجمه کده میتونم. خب ما به 1000 نفر برادر و خواهر ترجمه را رسانده نمیتونم. توسط کی رسانده میتونم؟ اینمی دنیاست که توسط تو مالدار، تو فکر کردی
که من کی مالی خودم مصرف کنم، چه قسم مصرف کنم، ده کجا مصرف کنم. یکی از مسئولیت های علمای ما دلسوزی بالای تجارای ماست. عالم حق پرست باید دل سری امو تجاری ما خود بسوزانه که امی تجارم خو مال داره، خو امی مالی از این کجا مصرف شود. این تجاری ما اعلان میکنه که مسابقه سیرت شود، کسی که اول نمره شد یک موتری 40,000 دلاری را برش میخریم و هم بیا قطعا مشوره کنه به خاطر که از این مسابقه یک چیزه که به من میرسه میگه ماجیز بهترین کار است. اینقدر خوب کار است حاجی صاحب. چقدر مردم سیرت رسول الله را میخوانه. سیرت رسول الله کدام سیرت میخوانه؟ تاریخ وفات و تولد و جنگا و اینه میگه پا درسایی که از اخلاقی پیغمبر گرفته میشه این خوانده نمیشه. عبرتایی که از غزوات پیغمبر گرفته میشه این خوانده نمیشه. تجارای ما همین مصارف کردن یا نه؟ چندین لفتاب، چندین کس عمره و حج برش داده شد. خب عمره و حج به کی داد؟ به مو کسی که میره در عمره و حج هم لیکن عقیده شرک داره. همون جمع که میره بگوی در غار حرا میره، غار حرا را سنگایش کدر رویسته تسبیح را سرش میماله پس میا به دوستی خود میگه ایره در غار حرا مالیده. برای ازو چی؟ حج و عمره برای ازو چی فایده رسان؟ عقیدهش درست نبود. و جناب دکتر صاحب و جناب عالم صاحب سری تجاری دل بسوزان. اینطور تجاری که مال داره و میخواه خدمت دین بکنه اولین امر بنیادی صحت عقیده است. برش بگو که جناب حاجی صاحب تو این مصرف میکنی؟ بیا یک کتاب عقیده است، بسیار نیک کتاب است، در دسترس هر کس که قرار بگیره. شرح ارکان اسلام قطعا بود، 2 کارتن آمده بود. آنقدر زیبا کتاب است که هیچ پرسان نکن. کتاب توحید امی شخصیتی را که مردم بد میگه، مردم بد میبینه، محمد ابن عبدالوهاب. الحمدلله شما مطالعه کردی، بخوانش که یک دفعه حقیقت دین براتون معلوم شود. عشر اخیر ده 3 جزء اخیر قرآن کریم تشریح شده، تفسیر شده. خود در زمینی از اون مسائل عقیده هم است، مسائل فقهی هم است. آنقدر زیباست که هیچ پرسان نکن. دعوت بده امی تاجری خدا برش بگو که امی قدر مردم غریبی به بضاعت داریم که حتی امی 100 روپه که قیمت اینمی کتاب میشه یا نداره، یا امی فرهنگ افغانای ما وجود نداره که کتاب پیسه بند بده و کتاب بخره مطالعه کنه از او چیزی یاد بگیره. بیا برش بگوی که 40 روپه یا 70 روپه کتاب اصلی روش نماز است، امیر چاپ کو، بیا امیر مفت مردم توضیح کنیم که نمازایشان درست شود. خوش به ایستمه که در تلویزیون ظاهر شویم، در تلویزیون شهرت پیدا کنیم. فلانی حاجی صاحب مسابقه را برای انداخته، باز در مسابقه شه تلویزیون ها یارا چی کنه؟ نشر کنه در دنیا که فلان حاجی صاحب گرفته بود، او در مسابقه شان فلان مولوی و ملا آمده بود. در یک جای میمان بودیم، یک چاشت، یک مولوی صاحب در اون موقع اردوی ما ترجمه قرآن داشتیم. یک برادر میمان کرده بود. اما مولوی صاحب گفت برای من، مولوی صاحب من والا قصد کردم کتاب دیگر را ترجمه بگویم. یک نفر پیدا شد گفت که نانی مردم هم میدم. ما در اون مسجد که در اون وقت که ترجمه میکردم آنقدر زنگ از خواهرها از کل ناحیه کابل برای ما می آمد، ورق رسیده بود. امی میگفت که برای ما اگر ترانسپورت باشه که ده بگه ترجمه بیایم. خب ما از 2 وجه، از چند وجه؟ از 2 وجه نمیتونستیم با رضا وعده بدیم و یکی خوب نداشتیم، مسائل پولی ما هیچ موجود نبود، اما آخرین زوری ما بود. از اون خاطر بیچاره میگفتیم که والا ما دیگه زوری ما نمیرسه. یقینا دلم بسیار درد میکرد کسایی که خواهر این نیت داره که بیاد مرکز قرآن بشنوه. این مادر اولاداست، اولاد خدایی طور عقیده برش درس بده که هیچ پرسان نکن. و یکی هم ایسته که اونجا خواهرها جایش دیگه گنجایش نداشتم، یا مسجد ما اینجا گنجایش نداره، اونجا در اویلی فرش انداختیم، خواهرها در اونجا رفته، در اونجا آواز میده. من بسیار تعجب کردم که خوب مولوی صاحب در مقتدیای تو، در متعلقین تو کسی پیدا میشه که نانی مردم میده، او ما یک کس پیدا نمیشه که یک موتر بگیره که عقیدهش درست.
آلی خوی هم درسی قرآن است و هم درسی قرآن است، چرا امو کمکی خود دهی درسی قرآن نمیکنه که ما به جای 20 موتر 50 موتر بگیریم؟ چند؟ در جای 1000 نفر گوش گرفتن قرآن 2000 نفر گوش بگیره. چقدر خوب است. او عالم دلتا بسوزان سر همی تاجر ما 1/16 پولیش هدر نروه. در جای ای پولی زیر مصرف کو که همی تاجر در روز قیامت احساس کنه که یقینا مال مال بود و مال ما یقینا که ثمره داشت، یقینا که مالم بجای خورده بود. امروز که یک خواهری ما عقیدهش درست میشه و بعد از او سلسله به سلسله اونمو عقیده صحیح یکی به دیگه انتقال داده میشه. آجی صاحب می کسی که موتر گرفته ده شریک است یا نیست شریک؟ در سوره بقره بخیر می آید الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. در اونجا باز تشریح براتان میکنم، براتان واضح میشه که 1 روپه در اینطور مقامات مصرف کردن چقدر اهمیت داره. امروز چقدر اهمیت داره. الحمدلله خواهرایی که در ترجمه قرآن کریم ما حاضر شده باز تلویزیون نمیبینه الا ماشاءالله. اگر کدام تا پیدا شوه خوی ای کارا خو شده میتونه، حتما شده میتونه. یک آدم جور نمیشه، درس نمیگیره. خو الحمدلله اکثریت برادر و خواهرای ما که در این جامعه عقیده درست شده، نمازخانیشان درست شده، حجابشان درست شده، اخلاقشان در خانه درست شده، از تلویزیون اجتناب کرده، از بی‌حجابی اجتناب کرده. فضل الله سبحانه و تعالی است. از الله خود خوب شکر گزار هستیم. ببینید دینی طور جای بعد مصرف شوه پولی ما در این طور جای ختمش رو میکنیم. کی را طلب میکنی؟ اونمو رقم است که دکاندار نمیره، کار نداره، موتروان کش کرده است. او کسی که کار داره او را بالا نمیکنه. ما که کار داریم، در کدام جای کار داریم بعد مصرف شوه، سرمایه گذاری شوه. در هر نقطه با بچه جوان و دختر جوان ما مرکز اسلامی باشه، هر مسجد ما مکتبه بزرگ داشته باشه، کتاب اسلامی در اونجا فارسی پشتو مکمل موجود باشه. دیگر از خیر است اگر مناسب نمیکنه ترجمه، هر کس دیگر خود از دکان از کار فارغ میکنه، نماز دیگر که میخونه در انتظار شام میباشه که روزه را افطار کنیم. اگر در اینجا یک کتاب فتوا باشه، یک کتاب سیرت باشه، یک کتاب حدیث باشه، تا شام چقدر مسائل ما معلومات گرفته میتونیم با زبان خیلی ساده. در عربستان بری یک مسجدش به مکتبه نیست، در هر مسجدش بره کلان کتابخانه مثل کتاب فروشی ما واری وجود داره. خدا وطن ما یک کتاب وجود نداره. مرده ما که میشه خیرت است 4 فلانیست 3 کی هست؟ این قوم است که آمده 100 نفر قومی در گرد دیگ جمع است، کراکری و کش است، پاش است، رنگ است، ترنگ است، باز از هر طرف محترم میایا داکسنا استاد میشه که قیمتش 50,000 افغانی است. برای چی آمده؟ یک لقمه برنج اینجا از گلونی خود تیر کنه. این بدبخت امی حقی فقیره، تو چرا میخوری؟ بمی متعلقت میگفتی که جناب کارتی خیرات به ما رایی کردی، من خیرات خور نیستم. مستحقی خیرات خو فقیر است، بیواس یتیم است، بری ازو بده. این وطن خو کر و لنگ و کر این قدر است که کجی به کجی. الله اکبر. دامنی تماکام میگیره آدم بیخی میشرمانه او در جیب تو چیزی نیسته، حیران میمونی که حالی چی کنم. امو را بده دیگه، خودت بار نکو، تکلیف نکش، مردم از کار و وظیفه مانع نشو. ببر عمود خواهرکی تا که اون جدیدی بگو خانه در کجاست خواهرم؟ در موتر بالا شد. امو خواهر ببر خب بیم خانهشه که یقینا این کسبش است یعنی که یقینا ضرورت داره. از 2 همسایه شام پرسان کو که اینمی خواهر در اینجا چی رقم است. خب که برات یقین معلومات شد که یقینا همی خواهر یا نه یقینا مستحق است. همی مجموعه برنجک و روغن ببر در خانهش پاتاکو به خواهر بگو که دیگر از تو را دیدم خواهر دگیری حکمت داده نیستم، چرا 1 ساله نفقه تا خیلی نمه دادم. شما برای ما بگوی که یک خواهر دیگه در روی سرک میآید که به خارجی عاجزی کنه، چاپلوسی کنه؟ ننگ و غیرت ما داریم؟ ما مسلمانی واقعی اگر ننگ و غیرت داشته باشیم میمانیم؟ خب با تأسف او علما مردم بفهمانه، سری تجار دل بسوزانه، مردم تشویق کنه که کدام کارا بکنه.
الا چل است، الا جمعی است، مصرف های گزاف شده را است و در کجا مصرف میشه؟ او مالدارم بیا یک فکر بکو. پیغمبر علیه السلام میگه لا تصاحب الا مؤمنا، همراهی نکو، دوستی نکو مگر همراه کسی که واقعا مخلص مؤمن باشه. با دوست مؤمن یقینا اصلاح تو میشه. ولا یاکل طعامک الا تقی، نخوره طعام تو را مگر کدام شخص باید بخوره؟ اونطور کسی که بالکل متقی است، پرهیزگار است، قدم خدا به احتیاط میمانه که از مال تو یقینا او عبادت میکنه. خود عبادت یزو کی شریک میشه؟ تو شریک میشوی. منمو قسم بکن این مسئله مالدارم بود. رئیس دولت، وکیل پارلمان، وزیر صاحب، رئیس صاحب خب موقع و مقام داری، او آمری اوزه، او آمری امنیت، خب میفهمی اینجا یک مدرسه بنیادش نهاده شده. رئیس دولت خبر شدی امی قدر ده هر کس پاش داده رایستی، از اموجا فرمان صادر که از بودجه اختصاصی برای احیا و ترقی امی مدرسه که در اونجا درس قرآن میشه اینی قدر افغانی برای تعمیرش یا برای معاش استاداش تخصیص داده شد. جناب وکیل پارلمان، او وزیر صاحب، تو مسئولیت داری، خبر شدی په اشتهار یا اعلامه شد، همینجا بیا به محتمم بگو چقدر کتاب نیاز داری. من انشاءالله یک لگ افغانی را کتاب قط شما خودم نمیخرم، فقط با سفارت عربستان در تماس میشم، با سفارت پاکستان. اونجا مؤسسات خیریه زیاد است. در عربستان مردم کسی را پیدا نمیتونه که صدقیش سرش بخورانه. من خودم فقط در یک عمره رفتم در مدینه منوره، در مسجد نبوی سرمایه‌دار 100 نفر اجرت کراکار میگیره، در یک روز برشان 100 درهم میده که 1300 افغانی شود. 100 درهم میده به خاطر چی میده؟ که در افطار، در دسترخوان افطاری من نفر پیدا کن. کسی که در عمره رفته در رمضان مبارک این گپا را مکمل مشاهده کرده. وقتی که در داخل مسجد نبوی داخل میشی که می نفرا میده و که محکم میگیره تا ریشی تبوسه میکنه. ریشی اینطور به یک چاپلوسی تو را در دسترخوان خود کش میکنه. یک رقم خوشوقت میباشه که نفر در دسترخوان آوردم. چرا؟ به خاطری که کس پیدا نمیشه که دسترخوان چیش خورده شود. اگر ما و شما او مصارفی که اونجا ببینیم که در اشغالدانیا کدام خرمایی که چقدر قیمت داره انداخته میشه، کدام ماست قوطیگکی، کدام گوشت، کدام میوه که در اشغالدانی انداخته میشه، عربستان نخواد مسلمان بگوی، حکومت عربستان نخواد مسلمان بگوی. میگه که در مملکات های دیگه مردم از گشنگی میموره، ایره چی کنه؟ اونجا اونموتور مردمای سرمایه‌دار دارن کس پیدا نمیتونه که برش بده. آیا وزیری ما، آیا وکیل پارلمان ما قطع سفارت رابطه کردن نمیتونه؟ همین مدارس سریپای استاد کردن نمیتونه؟ بالکل میتونه. انفاق چی را میگه؟ اینی را میگه. روی تا اینجا مصرف کو، رابطه کی داری، شناسایی کی داری، اینجا مصرف کو. از شما سوال دارم، وطن آباد میشه یا نه؟ کامپیوتر کار از اون طرف میرسه، میگه ما والا در یک مؤسسه کار میکنم، این مدرسه است. بله، 1 ساعت خدا وقت مدرسه کردن، بعد از دیگر از 4 بجه بیکار میشم، 1 ساعت برای مدرسه کار میکنم. لله فی الله. از اون طرف ماموری دفتر میدوه، میگه من در فلان جای دفترداری دارم، همین مسائلی دفترداری مدرسه را حساب مالیشه آنقدر مهارت دارم که پرسان نکن. 1 ساعت حساب مالی مدرسه در دوشی ما باشه. هر کس در این جامعه ما که چیزی قطش است امور اینجا انفاق میکنه. افغانستان غنی میشه یا فقیر میشه؟ افغانستان دارای مدرسه میشه یا بی مدرسه میشه؟ افغانستان دارای درس و مراکز درسی میشه یا بی مرکز درسی میشه؟ کلگی. از همون خاطر قرآن کریم اشاره به این میکنه که حیات یا زندگی افراد یا جامعه انسانی به انفاق است. هر کدامشان چیزی که داره انفاق کنه. اینطور نگویا که کلگی برابر باشه. این به مثل وجود انسان است. دست انفاق میکنه قوت دستی خوده، زبان انفاق میکنه قوت گویایی خوده، چشم انفاق میکنه بگوی قوت بینایی خوده، گوش، دل، دماغ، کلی اعضای ما انفاق میکنه. اگر دمی اعضای یک عضو انفاق خود بند کنه
آلی توازن وجود انسان برابر باقی میمانه یا فلج میشه؟ چشم انفاق نمیکنه دیگه دیده نمیتونی. زندگی بد شد یا خوب شده میره؟ بد شده میره. کل جامعه اینمی حیثیت داره و همین قسم باید انفاق بکنه. بدون از او دیگه چیزی راه کامیابی نیست. این درس ها را قرآن برای ما میده، به شرطی که ما با این کتاب الله بشینیم از این درس بگیریم. و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما روزی دادیم. الله میگه کلی شای انفاق نکنی. ما از شما مطالبه کلی مالیتانه، کلی علمیتانه، کلی قوتیتانه، کلی آبرو و عزتیتانه ندارم. ینفقون، خرج میکنه در راه الله تبارک و تعالی. مطلقی خرج نیست، در او جایی که مناسب است، لیاقت داره، در موقعش خرج میکنه. والذین یؤمنون، متقین چی چهارم صفتشان کسانی هستند که ایمان دارند به ما انزل الیک، با او کتابی که نازل کرده شده بالای تو، به طریق تفصیل تمام جزئیات قرآن عقیده داره. این قرآن آخری کتاب میدانه و میگه بعد از آمدن قرآن تمام کتابای سابقه قابل عمل باقی نمانده. آخرین کتاب اینمیسته و این کامل ترین کتاب است. کتابی است که دهی تغییر تبدیل نمیه، کسی دهی تحریف کده نمیتونه، نقصان و زیادت قبول نداره. حفاظتش کی به دوش گرفته؟ الله متعال. یک نمونه حفاظتش براتان میگم. یک نمونه حفاظت قرآن ببینه که الله حفاظت میکنه. مردم حالی قطع قرآن زیاد علاقه داره یا کم؟ نه، زیاد مردم علاقه به قرآن نداره. تنها که از شارارا که نزدیکترین قریه در مسجد ماست، اگر بیاید این مسجد پر میکنه. یک گوشش که بیا کلی گوشانی آلی از کلی کابل با اینمی قدر اشتهارا اینی قدر نفران. اکثریت مردم خوابی خود کرد با قرآن تعلقه نداره. باید وقتی که با قرآن تعلقه نداره قرآن بیخی ضایع شود. روز به روز از قرآن فاصله گرفته شد، قرآن بیخی ختم شود. خو نه، چون حفاظت و ذمه‌واریش الله کرده. الله تبارک و تعالی چنایی را فکرش جور میکنه که قرآن کریمی قلمدار باید جور کنه. هر صدای قاری که خیلی خوش آواز است توسط قلم باید به میلیون ها نسخه قرآن چاپ میشه یا نمیشه؟ چاپ میشه نمیشه؟ آلمانی ده صدد ازی میشه که به کدام شکل قرآن چاپ کنه. ژاپنی ده صدد ازی میشه. این صدداره یا این اهتمام کی میکنه؟ الله میکنه در قلب از تو مسلمان دور شده میری. خو الله میگه ای مسلمان تو خودت دور کو، کافر معذف میکنم که قرآن بگه چاپ کده بره و این نسخه های قرآن موجود باشه. و ما انزل من قبل که ایمان داره به او کتابی که نازل کرده شده من قبل که پیش از تو. همه کتابا که از جانب الله داره، الله آمده، تو عقیده داری، تبعیض قائل نیستی که یکی را بپذیری دیگر نه، بلکه کلگی را عقیده داری و کلگی را کتابا را از جانب کی میدانی؟ الله تبارک و تعالی. اشاره میکنه انبیاء علیهم السلام کلشان معلمین است، همو کتاب تدریس میکنه که کی روان کرده؟ الله تبارک و تعالی. فرق در بینشان در صنف است. صنف اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. آخری صنف است. صنف کیست؟ محمد رسول الله. این کامل ترین صنف است. دیگه صنفا منفا وجود نداره. این آخری شهادت نامه است که گرفته میشه. از او خاطر دین چی شده؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دین دیگه تکمیل شد. تا روز قیامت نقصان نمیه. این آخری صنف است و تمام کمالاتی امتهای سابقه که در کتابایشان بوده. کدام کتاب آمد؟ در قرآن کریم آمد و نصیب امی امت شده. خو امت چقدر غافل است از کتاب الله. هیچ کمالات خدا، هیچ طرز زندگی خدا از این کتاب نمیگیره. و بالآخرت هم یوقنون. پنجم صفت ذکر میکنه. در زمره متقین کسی داخل میشه که عقیده داره به تمام کتابای آسمانی، خصوصا به قرآن کریم، به طریق احکام جزئیش هم عقیده داره. و بالآخرت هم یوقنون. با آخرت یقین داره، باور داره که آخرت آمده نیست. اونو وقت تو در متقین داخل میشه. یقین نمیشناسی؟ یک چیزی که با چشم سر میبینی، آتش که با چشم سر میبینی که ورق میسوزانه، اینو چی میگه؟ یقین. یقین که پیدا شوه
باز دیگه انسان از گناه بالکل منع میشه. برادرای تبلیغی میگه یقین پیدا کنی. یقین اگه یقین ما پیدا شوه که رزاق کیست، باز ترس از مخلوق نداری، باز امام میشی که نه غم احمد داری نه محموده. مسائل واضح باید بکنی. چرا؟ یقینیت است که رزاق کیست. یقینیت که پیدا شد که عزت پیشی کیست، دهندش کیست. باز دیگه در قصیش نمیشه که کل مخلوق تو را وابی بگوید. بازم تو قرآن چی میکنی؟ بیان میکنی، غمش نداری. یقین پخته شود. یقین بیا که یقین پخته شود که الله قطعا محاسبه میکنه و ما پیش الله میروم. آلی دست طرفی گناه دراز کرده میتونی؟ خو یقین پخته نشده. هر کس که مرتکب گناه میشه بگوی دمو موقع ایمانش کامل است یا نیست؟ بلکه ایمان بیخی بالا شده از پیشش، یقین از پیشش چی شده؟ از بین رفته. که یقین باشه این کار نمیکنه. اگر با چشم سر یک گشتم در یک سوراخ ببینه که داخل شده، یک مار در سوراخ داخل شده، یک نفر بگو دستی در می سوراخ داخل کن که با چشم سر دیده باشه که مار در او سوراخ داخل شده، دستی خود داخل میکنه؟ چرا نمیکنه؟ یقین کرده که اینجا مار داخل شده. اگر مار ندیده باشه خود دست چی میکنه؟ داخل میکنه. خالی مار دیده. وقتی که یقین کامل شود انسان بس دیگه از گناه ها منع میشه. کافر و مؤمن توسط یه عقیده چقدر فاصله در بین کافر و مؤمن پیدا میشه. کافر که هر جنایت میکنه یقین برای بازخواست نداره، یقین برای محاسبه نداره، یقین برای عذاب دادن نداره، یقین برای دوزخ نداره. اما مؤمن این عقیده را داره. این عقیده چی تأثیراتی در وجودی تو پیدا میکنه، در مفکوری تو پیدا میکنه؟ قدمی تم بی احتیاط نمیمانی. ادناترین سخن زشت به کسی تلاش میکنی که من کل زندگی ما مطابق چوکاتی کی باشه؟ دین باشه. اون وقت عقیده به آخرت عقیده انقلابی است. در وجود انسان چی را میاره؟ انقلاب میاره. الله نصیب ما بکنه. کسی که این صفتا را داره، اثرات قرآن کریم اول طایفه را که پیدا کرد طایفه متقین بود که انابت داشت، در قرآن نشستن، عاجزی خود ظاهر کردن، از قرآن درس گرفتن، یقینشان پخته شد. چی نتیجه برش مرتب شده و الله برش میده؟ قرآن بر میگه اولئک علی هدی من ربهم. این همین مردم که ذکر شد صفتایش 5 صفت که یاددارا هستن، این مردمانی هستن در دنیا الله برشان نعمت میده. چی نعمت است؟ علی هدی من ربهم، بر هدایتی هستن، صاحب هدایت هستن، یا هدایت به مثل مرکبشان گشته یا سرشان سوار است، در زیر اراده ای خودشان قرار دارد، جلوشان در دست خودی از یاست از هدایت. او طور هدایت من ربهم که از جانب کیست؟ هدایت که از جانب الله باشه در او خلل و نقصان پیدا. او هدایت از جانب الله کدام بود؟ قرآن بود. چی بود؟ قرآن. بزرگترین آرزو نیاز انسان در دنیا چیست؟ بگویید. سوره فاتحه را خواندی یا نخواندی؟ والله اکبر. بزرگترین نیاز انسان ها و نعمت بزرگ الله چیست؟ هدایت به صراط مستقیم. الله برات داد یا نداد؟ دیگه چی میگی؟ در دنیا همین نعمت بزرگی که تو سوال میکردی الله برات داد. خود توسط چی چیز برای آدم نصیب میشه؟ بگویید. توسط قرآن. توسط کی؟ کتاب الله. پیر صاحبایی که در خانقاه نشسته هیاهوی پرتافته و آنجا تزکیه میشه، هدایت میشه، یقین پیدا میشه. بله یقین به پیر پیدا میشه. چرا؟ او پیر همیشه نعوذ بالله رای غلط در پیش گرفته، جنیات قطع خود چی کرده؟ یک جای کرده، در یک جای تو را میترسانه. باز که تو بگی که یا پیر صاحب یا پیر صاحب، جنی خود دور میکنه، نجات پیدا میکنی. اینی طور میکنه تا نه. یقین توسط کتاب الله پیدا میشه. نعمت بزرگی دیگه که در آخرت الله برات میده کدام است؟ و اولئک، اینمی مردم که موصوف به این صفتای 5 است، هم المفلحون. اینمی مردمان نه کسی دیگه هم آورده. اشاره به این میکنه که تنها رستگار کامیاب در منزل و مقصد رسیده اینمی مردم است، دیگه طایفه ها نیست. مفلح است، فلاح، دقان فلاح میگه. چرا؟ زمین پاره میکنه، دانه را دیشی میکنه، مندازه، بعد از اون ثمره میده. مفلح کسی است که شک کرده، تکالیف مصیبت ها را از بین برده، آلی در منزل مقصد خود چی شده؟
رسیده. او دخول جنت است و مسئولیت و حفاظت از چی؟ آتش جهنم. الله اردو نعمت نصیب ما بکنه، هم هدایت و هم دخول جنت، و ما را از گروه اول که قبول کننده قرآن است بگردانه. دوم طایفه که در مقابل دعوت حق و قرآن پیدا میشه، دوم طایفه را الله در اینجا بیان میکنه. ان الذين كفروا یقینا کسانی که انکار میکنه از پذیرفتن قرآن کریم، سواء علیهم برابر هستند بالای تور مردما، انذرتهم اگر به کمال دلسوزی یا رب میدی از عذاب الله، ام لم تنذرهم یا به کمال دلسوزی تو بیم نمیدی یارا، لا یؤمنون ایمان نمیاره. بیم دادن و ندادن هر دویش چیسته؟ برابر است. این مردم ایمان نمیاره. قرآن خبر داده که نمیاره. خیر پیغمبر چرا شل است جانی از یا؟ الله اکبر. زحمتی و محنتی که پیغمبر در مورد قوم خود کشیده در هیچ کس نکشید. فلعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا بهذا الكتاب. قرآن میگه پیغمبر در سرحد میرسید که بیخی جانی خود چی کنه؟ بگوی از دست بده، از دست غم که قوم ما چرا نمیپذیره. زحمت میکشید. او اینجا میگه که ایمان نمیاره، الله خبر داده. بله این برابر سری ازواج، برابر سری کیسته؟ سری کفار که اگر بیم میدی نمیدی ایمان نمیاره. بالای پیغمبر خود برابر نیست. پیغمبر در مقابل مشقت و تکلیف و دعوت خود اجر میگیره یا نمیگیره؟ مقام میگیره. قرآن برای ما درس داد. با پیغمبر نفر معرفی شده، گفته شده که ایمان نمیاره، خود دعوت ترک کرده یا بازم شله است؟ بازم شله است. تو دعوتگر درس میده که یک نفر بیخی سخت است، دو دشنام برات میده، دعوت ترک نکن، از طریق دیگه داخل شو، از طریق دوستیش پیدا کن، پدریش پیدا کن، از او را تو اصلاح در مورد ازی شروع کن. انشاءالله الله مقلب الچیسته صرف قلوبنا الی طاعتک. دعا کرده برو، دعای هدایت برش بکن، انشاءالله الله قبول میکنه. پیغمبر ترک نکرده. یک فایده از این آیت. دوم، ان الذين یقینا کسانی که کفروا کافر شدن، عنادن یا کافری نیستن که جاهل باشه، نادان باشه از حقایق دین، خوب میدانه حقایق دینه، از روی ضد و عناد. ابو جهل میدانست یا نمیدانست؟ ابو لهب میدانست یا نمیدانست؟ ابو طالب میدانست یا نمیدانست؟ کلی از یا میدانست. خوی کسی را در ننگیر آمده بود و کسی ضد و عناد میکرد یا نمیکرد؟ میگه ما گپایی همی تفلک یتیمه بپذیریم؟ کلانا و ملکا ماستیم، حالی بیاییم برای ازی احترام قائل شویم؟ الله میگه سواء علیهم، کسی که عناد داشته باشه، آدم عنادی در منزل و مقصد نمیرسه. منظوری الله اینجا ایسته که ای پیغمبری الله، و مردمایی که عناد میکنه و مردما قابل دعوت نیسته، قابل غمخوری نیسته. اگر دعوت تا نمیپذیره تو خفه نشوی، تو خفه نشوی. چرا؟ و میدانه خو قبول نمیکنه، و میدانه. آلی دعوتگرا را امیتور میگه. الله میگه دعوتگرا، کسایی را که شما دعوت دادی ولی وا نمیپذیره، شما خفه نشوی. چرا خفه نشوی؟ به خاطری که وا حقیقت امر میدانه، خو از روی حسد و عناد نمیپذیره. از او خاطر تو خفه نشوی که چرا گپی مرا نپذیرفت. این مردم ها و نمون مردم هست. به این معنا اینطور معنا میده که پیغمبر دغم از یا نشو، وقتی تا سری از یا ضایع نکو، در تلاشی تور کسایی شو که او مردم گوش میگیره، انابت داره که عمری تو ضایع نشوه، وقتی تو مهمل نشوه. ایو نمو معنا را میده. باز در این صورت مثل که آلی هر طرف زنگ زده میشه، مولیسی مناظره میکنی آلی او برادر قطعی کی؟ ما میفهمیم که مناظره برای چی است؟ مناظره برای چیست؟ چی نزاع ماست؟ مناظره خو اول شرطش است که به خاطر رضای الله و واضح شدن چی باشه؟ حق باشه. او زمانی که از زبان مخالفت حق واضح شد، باز مکمل به او تسلیم میشی، رایت ترک میکنی. این شرطی اولش است. تو خود میگی که ما برایت نمیم، اگر به چشم روزواری دلیلم بگوی ما قبول، خیلی چرا مناظره ختم میکنی؟ ما قطعی تو مناظره نداریم، برو. ما میگم از الله بخواه، تو میگی از قبر. بخوای از قبر.
ما میگیم اسقاط نیست، تو میگی نی هسته. 20 قرآن ببر و 20 ساعت مردم بشون داده برو. برای ما چی؟ ما میگیم تقلید کورکورانه نیست، دنبال رو بدون دلیل سخن کسی را پذیرفتن در دین نیست. تو میگی نی است، بازم فلانی است، بازم چی است؟ برو دیگه مو فلانی را محکم بگی که در جنت میبرد یا در دوزخ، کدام طرف میبرد؟ با ما چی؟ ما چی مناظره قتلان بکنیم؟ ختم الله علی قلوبهم، مهر ماند الله تبارک و تعالی بالای دلهای ازیا، و علی سمعهم، بالای گوشهای ازیا الله مهر مانده، دلشان محل تفکر باقی نمانده، ایالی مفکوره نداره، تأمل نداره، تدبر نداره که خب یک سنجش بکنه کدام سخنی که مردم برش گفته در اون مورد سنجش بکنه. و همچنان و علی سمعهم، اگرچه خودش نمیدانه خو از کسی بشنوه، نه آلیا بالای گوشایشان هم چی شده؟ مهر مانده شده، آلی چیز شنیده نمیتونه. و علی ابصارهم، بالای نظرهایشان غشاوتون پرده است، نمیبینه گپ رای حقه. و لهم به ایتر مردم عذاب عظیم، عذاب خیلی بزرگ است. در 2 آیت کل مشکل حل کرد. مخالفین قرآن است. خب کدام رقم مخالفین است؟ عنادی، ضدی، کیا به هر ترتیب که هر قدر تقریر و تبلیغ برش بکنی یا ایمان نمیاره. چرا نمیاره؟ الله سرشون ظلم میکنه؟ نه، خودی بدبختا خود در سرحدی رساند که دیگه ایمان پذیری مکمل از بین رفت، مورولاک شد. الله تبارک و تعالی انسان که نو پیدا میکنه در فطرتش هم عقیده توحیده بگه میگذاره، بعد از او استعداد ازیر میده که با تقریر و تبلیغ و دعوت این طرف حق بیایا تا که ایمان خوب قوی شود. در کدام مرتبه برسه؟ دیروز براتون گفته بودم در ربط القلب، که دل بسته و محکم شود. لیکن کسی که انابت نداره، که انابت نداد، در دل شک و چی پیدا میشه؟ خود که شک و تردد پیدا شد، خود به خود نمو میکنه، زیاد میشه، حالی چی پیدا میشه؟ اعراض، روگردانی، حق نمیپذیری. در 3م مرتبه چی پیدا میشه؟ از امر ناحق خود چی میکنی؟ دفاع میکنی، مجادله، امرای حق مجادله و منازعه میکنی. 4م مرتبه کدام مرتبه است؟ ختم القلب است. الله که کدام استعداد داده بود برای پذیرش امی حق، امو استعداد ای از بین برد. تشریح از یک حدیث آمده، پیغمبر علیه السلام میفرمه انسان که گناه بکنه در قلب انسان چیز سفید است، که یک گناه که اونجا داغ چی میشه؟ اگر از امی گناه توبه بکنه خب داغ پس از بین میره، اگر توبه نکنه یک گناه دیگه بکنه داغ چی میشه؟ این گناه کده در سرحد میرسه که امی سفیدی قلب کمال چی میشه؟ سیاه میشه. تا که قلب سفید بود قابلیت پذیرش حق داشت، خود زمان رسید قلب که مکمل چی شده؟ زنگ گرفته بلران قلوبم، آلی سخن مخنی تو به هیچ وجه سرش تاثیر نداره. خود در بدر کردن یا عامل در بدریشان خودشان شد یا الله خودشان شد. الله خود گفته بود که ای انسان گوش برات دادم توسط زی استفاده درست بکن، چشم برات دادم رای حق باید تو ببینی، قلب برات دادم قوت تفکر برات دادم تو خوب سنجش بکن. چقدر از امی خاطر است که کسی از اینمی اسباب و وسایلی که الله برش داده و باید از این استفاده درست بکنه، کسی استفاده درست نکنه اونمو مردم یقینا مستحق جهنم است. در دیگر جای آیات نه ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. الله میگه ما پیدا کردیم برای جهنم بسیاری از جنیات و انسان‌ها را. خود کدام در بین جنیات و انسان‌ها کدام مردم را که قلب داره خو فقاهت توسط قلب حاصل نکردن، چشم دارن خو قطعی رای حق ندیدن، گوش دارن خو گپ حق نشنیدن، گرفتن امی اسباب و وسایل حق شناسی را خودشان چی کرد؟ از بین برد. از او خاطر مستحق شد. الله هر چیز اسباب داده و اسباب مسبب سرشی میشه، مرتب میشه. اگر گور په ما میده کنیم روشنی باقی میمانه یا از بین میره؟
خب گروپ خودت میده کردی. اگر پکر لیلش بکنیم ولی برای ما هوا میده؟ نمیده. این اثراتش است که توسط اسباب برآورده بشه. تو گرفتی اسباب از بین بردی. اینمی معنای ختم است. ختم الله علی قلوبهم، مهر ماند الله بالای دلایشان، و علی سمعهم، بالای گوشایشان یعنی قوتهای شنوایشان، و علی ابصارهم، با بالای چشمایشان غشاوتون پرده است، و لهم عذاب عظیم، برای از عذاب بزرگ است. خو ما خو نمیبینیم که در گوش از یا گرنگی باشه مهر باشه. ما خو نمیبینیم در پیش چشمش پرده را. چطور الله میگه که در پیش از پرده است؟ پرده دو قسم است، یکی پرده حسی است، یکی پرده معنوی است. پرده حسی و نموست دروازه را پیش کو پرده شد. این ورق داده میروید بگی، دست داده میروید بگی، پرده شد. یکی پرده معنوی است. پرده معنوی اینجا چی بود؟ در اینجا ضد و چی بود؟ عناد. براتان واضح شد که هر کس که ضد و عناد داره رای حق برش حاصل، نعمت حق برش حاصل. از او خاطر انسان باید ضد و عناد نداشته باشه. چی نداشته باشه؟ بسیار به انصاف باشی، بسیار. هر کس سخنایش گوش بگی، خذ ما صفا و دع ما کدره. هر آن چیزی که صاف است بگی، که آلوده بود ترکشه. نتیجه مردم کدام بودی؟ کفار. عذابی عظیم است. دیگه تفصیل نداد. هر کسی ها را میشناسه، خودشان اعلان میکنه، میگه ما نمیپذیریم از شما را. ضرورت به تفصیل زیادی از یا نبود. هر کسی قطعی از یا آشنایی داره. سوم طایفه در مقابل قرآن پیدا شده. او کدام طایفه است؟ طایفه که یک دفعه دل خود بالا میکنه، یک کمی چیسته اقدام به ایمان آوردن میکنه، باز پسان چی میکنه؟ پس کشی میکنه. یک یا مردمان بزدل است. بزدل امو ضمیر خدا، امو آن چیزی که در قلب خشان است او را در پیش تو ظاهر کرده، اینی را به نام منافقین یاد میکنه. خب از شما سوال دارم که ضرر منافقین خیلی زیاد است یا کفار آشکارا؟ از همین خاطر است که الله تبارک و تعالی در 13 آیت بیان منافقین میکنه. نه تنها که علایم و صفاتش برای ما بیان میکنه، بلکه به طریق تمثیل هم که خود چهره از یا منکشف شوه، چهره از یا واضح شوه، مثال از یا هم برای ما بیان میکنه. از او خاطر مسلمانا از دشمنی که در پرده نفاق داخل میشه بسیار حراس داشته باشه. یک مثال خیلی واضح و نزدیک در دوران زندگی ما را براتان بیان میکنم. روسا سر افغانستان مداخله کرد یا نکرد؟ همه گپای ما را ویران کرد. خب لیکن علنی داخل شد یعنی که مرموز علنی داخل شد. با مردم شک و شبهه باقی نماند. فرمودند که روس آمده قطعی چند دانه مزدورای خود که کمونیست شده میخواهی وطن از دین اسلام بکشانه به دین چی؟ کمونیستی. نعوذ بالله. زن بگوی مرد، طفل بگوی جوان پیر، دیقان مامور معلم اسکر صاحب منصب کلگی برآمدند در کوها جهاد اعلان کردن. نعوذ بالله. او وحشی بزرگ دنیا را که خود ابرقدرت در جهان میگفت و بودم و همونطور زور در مقابل کل ممالک جهانی داشتم، توانست امی ملتی بیچاره نافام در بدر مختلف مظلوم که چیزی هم قطعش نبود در ظرف 30 سال بنیادی نه تنها روسا را شکست بده بلکه نظریه کمونیسم گلمش از دنیا چی شد؟ برچیده شد. چرا؟ به خاطری که اونجا آشکارا بود. اما امروز خطرناکترین مداخله که امروز شده او کدام مداخله است؟ به نام صلح. بگوی نیروهای ناتو در اینجا وجود داره. داره یا نداره؟ خب یا به نام تعرض آمده یا به نام صلح آمده. به نام صلح آمده. مردم در دور را انداخته. یکی میگه جهاد رواست، نه مقابلش دیگهش میگه نیست ناروا. مشکل پیدا شده یا نشده؟ پیدا شده. منافقت این امیره میگه یا برای صلح آمده، کمک آمده، کلینیکی تانه جور میکنه، مکتبی تانه جور میکنه، راهی تانه قیر مندازه، سربندنای تانه پخته میکنه، بندی برق براتان بسته میکنه. به این خاطر آمده. خاطرش فهمیدی؟
اینی را میگه شیوه منافقانه. شیوه چی میگه؟ به خاطری که در ظاهر دوست است لیکن در حقیقت تو را اینطور از بین میبره که هیچ پرسان نه. پیغمبر علیه السلام زیاد زیان و ضرر از منافقین مدینه دید یا از مشرکین مکه؟ از منافقین مدینه دید. قرآن به می خاطر که مسلمانان در طول تاریخ هوشیار و بیدار باشه باید منافق شناسایی کنه، علاماتش بشناسه، رفتارش ارزیابی کنه، امتحان کنه، فریب نخوره. فریب از او خاطر علامات منافقین تنها در اینجا نه، در سوره توبه 70 نشانی کی را منافقین برای ما بیان میکنه. پس معلوم شد که بدترین دشمن برای مسلمان ها کیست؟ منافق است. منافق در ظاهر آشکارا میکرد من مؤمن هستم، خود در حقیقت بگه اسلام از بین میبرد. در زمان روسا حالتی که فعلا آمده موجود بود، کسایی که در اون زمان کلان سن کلان داشت در کابل زندگی میکرد، او حالت خیلی خراب بود یا این حالت خیلی خراب است؟ این حالت خیلی خراب است. قرآن کریم براتان تشریح میکنه، ضرورت به من نیست، کتاب الله تشریح میکنه. و من الناس، بعضی از مردم، من کسی است یقولو که میگوید به زبان آمنا بالله، ما ایمان به الله تبارک و تعالی داریم، و بالیوم الاخر، به روز آخرت داریم، و ما هم بمؤمنین، لیکن یا مؤمن نیستن، مؤمن حقیقی و واقعی نیستن. منافقین مدینه پیش پیغمبر و مسلمان می آمد می گفتن ما ایمان به الله داریم، به روز آخرت داریم. در این گپی خود دروغگوی هم نمی کشیدن، اینقدر چالاک بودن که ما دروغگوی هم نشویم. چی می گفتن؟ ما ایمان داریم به الله و به روز آخرت. نمی گفتن آمنا بالله و بالرسول و الیوم الاخر. دیده؟ یا اینقدر چالاک بودن که می گفتن ایمان به الله به روز آخرت داریم، نمی گفتن ایمان به رسول داریم. چرا؟ اگه این را می گفت خب چی می شد؟ دروغگوی می شدن. ایمان خب به الله داشت، به روز آخرت داشت، خب همون ایمانی که قرآن معرفی کرده بود یا ایمانی که خود می تراشیدن؟ ایمانی که خود می تراشیدن. ایمان خودشان در مورد الله چی بود؟ که الله یک حصه را به اولیاء داده، به انبیا داده. اولادای اولیاء و انبیا اگر گناه بکنه معاف هستن. این عقیده بالای الله داشتن. میگه ما چی میگه؟ نحن اولیاءه، بگه ما اولیای الله هستیم. در دیگه جا نحن احباؤه، ما دوستای کیستیم. در مورد آخرت چی عقیده داشتن؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، یک چند روزک ما اموان که گساله را پرستش کرده اونم وا عذاب میشه دیگه. نه، این عقیده قرآن است، موافق با قرآن است نیست. از او خاطر الله میگه که و ما هم بمؤمنین، یا یقینا مؤمن نیست. دیگه ترجمه و من الناس، بعضی از مردم، من کسی است یقولو که میگوید آمنا، ایمان آوردیم، یعنی ایمان آوردیم به زبان خود اقرار میکنه بالله، به الله و یوم الاخر، به روز آخرت، و ما هم نیست یا بمؤمنین، در عقیده مؤمن نیست، در عقیده مؤمن نیست. دیگه مانا و من الناس من یقولو، بعضی از مردم کسانی هستند که میگه آمنا بالله، ما ایمان آوردیم به الله تبارک و تعالی، و بالیوم الاخر، به روز آخرت، و ما هم بمؤمنین نیست یا مؤمن به نزد الله، یا خب گمان خود مؤمن خدا میگیره، خب به نزد الله مؤمن نیست. چی میکنن؟ یخادعون الله والذین آمنوا، اینجا از دروغ خودداری کردن. چرا؟ دروغ گناه خیلی بزرگ است، تباه میکنه انسان، هلاک میکنه انسان. یهود که یهود بود خود از چی نگاه میکرد؟ از دروغ. لیکن در اینجا دروغ نگاه میکرد، در دیگه جا باز اقدر دروغ میگفتن. چرا که پشتی سر میآیه ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، مسلسل دروغ میگفت. معلوم شد که دروغ بسیار گناه بزرگ است. و ولی همین دروغ آنقدر انسان روبرو میشه در عمر که هیچ پرسان نکو، خیلی زیاد آدم روبرو میشه و این امتحان بزرگ الله است. از همون خاطر انسان کوشش کنه که دروغ نگوید. خود تاسف است که در جامعه ما از شاگرد مکتب تا معلم و از رعیت گرفته تا رئیس دولت چیسته؟ کلش به مسئله دروغ. وکیل پارلمان امام قبل از اینکه رای گرفته بود که ای به مردم میگفت که سرکار را پخته میکنیم، که کوچه را پخته میکنیم، که اینجا مکتب جور میکنیم، که اینجا به چیسته آبی تا نل کشی میکنیم، که اینی میکنیم. مردم بیچاره همینقدر خوش هستند که وکیل صاحب عالی حتی کسی را نمیپذیره در خانه خود. وقتی که میری بادیگارد میگه وکیل صاحب در شوراست، وکیل صاحب چیسته خو کده، وکیل صاحب وقت نداره. همینطور است یا نیست؟ کلش دروغ است. شاگرد مکتب
نمیره. معلم برش میگه کجا بودی؟ از دروغ میگه مریض بودم. باز معلم میگه که پیش دکتر رفتی یا نه؟ این خود نرفته، باز میگه رفتم. دروغ میگه. پیش کدام دکتر رفتی؟ این دروغی سوم میشه. باز اونجا مجبور است که دروغ دیگه هم بگه. خود دکتر چی برات گفت؟ پنجم دروغ. باز برات میگه باز دوا داد یا نه؟ ششم دروغ. چند رو پشت دوایید؟ از دوا استفاده کردی یا نه؟ اولی چی تو هستی؟ این کلش دروغ دروغ دروغ. الله رحم بکنه. بسیار سخت است. کل معاملات ما سر دروغ شروع میشه. یک 3 نفر از دنیای بیرون آمده بود، ارزیابی میکرد حالات افغانستان، مردم افغانستان، نتیجه میگرفت. واقعا همیشه این کارا را میکنه در شعبه های مختلف. دوستایی که حقیقت خامک دوزی های بگوی زنای ما و شما یا سر کار داره یا نداره؟ خب اصل امر خامک دوزی نیست. خبر داره یا نداره؟ خامک دوزی های دیگر را میکنه. خامک دوزی ها تارای دیگر را وصل میکنه اونجا. کدام مفکوره را میده، چی کارا میکنه، چی مردم های مسلمانی ساده هستیم خیلی زیاد. و 3 نفر بعد از تحقیقات میگه کسایی که خطیزیا مترجم بود، ترجمان بود، در وقتی رفتن پرسان کرد که چی نتیجه گیری کرده در سری مردم افغانستان؟ گفت والا 3 نتیجه را گرفتیم از مردم افغانستان. پرخور هستند. در یک چای صبح که میری در هتل چای خالی برات نمیده، صدا میکنه داشی بیارم یا کباب، هم از گوسفند است هم از گوساله. و برادر چای صبح است، یک پیاله چای میخورم قط یک نان. در هتلایی که در راست که مسافر حرکت میکنه همی گپ است. در هتلایی که در شهر است همی گپ است. افغانستان همینطور پرخور است. نو که شما مهاجرین در پاکستان رفته بودی، هتل پاکستان که داخل میشد برات میگفت دال هم است، بنده هم است، وخه دال، وخه آلوگان هم است، آلوبی هم است. همینطور میگفت یا نه؟ باز در دال برات میگفت چند روپه پر تو 3 روپه یا 5 روپه. در هتل افغانی بگوی از او کده که لوکس خوراک نیست، امو خوراک وجود داره. خب راستی که پرخور هستیم یا نیستیم؟ در پاکستان اینمی قدر شروعه که در قاب مندازه. در کجا؟ در قاب که او خیلی چقر نیست نه؟ او دور خورده می باشه 6 نفر امینان همی طور میکنه، پس خورده رایست کلگی سر میکنه همون شروعه همونجا باقی میمانه. در افغانستان کاسه کلال میاره، میدم میکنه سرش چپه میکنه، میزنه دوباره میدم میکنه، میگه خب مزه کرد. الله رحم بکنه. پرخور است. یک گپای طبیعتی هم بزنیم که خویتان نبیه، خوب بیدار شوید. دوم صفت ارزیابی چی کرده بودن؟ بیکار هستن. چی هستن؟ دمی زمستان که طرف دیهات بری دیهات، دمی بری هر مسجد و دکان دل نفر است، ریش سفید، جوانا، رقم چی میکنه؟ چلبوز پشکلا را گرفته خطکشی کرده، قطعه از قطش. عجیب گپاسته. خلاص این مردم حتی نمیره دمی زمین خود یک بیل نمیزنه. چرا کار نمیکنه؟ 1 سال در ایران تیر کرده، 1 سال در آلمان تیر کرده، 1 سال والا از کارا خسته شده. برادرم کار دوام بده. دنیای غرب که امروز پیشرفته است به خاطر که کار میکنه، چرخش در گردش است. تو کار بکن. افغانستان که آمد، حالی که هر کس سوال میکنه از کجا فارغ شدی؟ انجینری. چی کار داری؟ بیکار. خیر سال انجینری که برات پیدا نشده، یک کاری دیگر رو در دست بگی. معلم هستی که کاری معلمی پیدا نمیشه، کاری دیگر. مولا صاحب بسیار خفه می باشه. مولا صاحب چرا خفه هستی؟ والا امامت پیدا نمیشه. ما بسیار مولوی صاحبا را تشویق کردم در کار، خودم کار برش پیدا کردم. ما برش میگم که مولوی صاحب رزق تو تنها در امامت نیست، بیا دکانداری کن، بیا صرافی کن، بیا دکانداری کن، برو یک کاری دیگه بکن. رزقت خودمی مسجد خو نیست که سرسایه و بگوی پیسه اسقاط گرفته بری و خیر و خلاص کلی شام ناروا. برو حلال رزق پیدا کن. سوم صفت که میگه داشتن دروغ بود. نعوذ بالله. انجینرها که پروپوزه را جور میکنه در اول این قدر پول و پیسه را
مولوی صاحبا که مدرسه را جور میکنه، اینقدر پول و پیسه را نوشته میکنه که پرسان نکن، حالا که اونجا ضرورت خیلی کم میباشه. اما تو رس یا نیست. الله رحم بکنه. بسیار حالت خراب است. دروغ نگاه شود. یهود همینجا دروغ نگفت که آمنا بالله و بالرسول، و پیغمبر ایمان دارم. تنها ایمان به الله خود داشتن، نه؟ اگر چه ایمان به الله ایشان ایمانی درست نبود. ایمان به روز آخرت داشتن، اگر چه ایمانی درست نبود خود داشتن. یخادعون الله والذین آمنوا. اول صفت منافقین همی بود که اظهار ایمان میکنه، زبانی چرب دارن، نرم داره، آنقدر بلوکده زبان داره، میگه ما مؤمن هستیم، خو لیکن در اصل حقیقت مؤمن نیست. اول علامه منافق است. وقتی که پالی تو میآیه اینقدر ما دلم سری مسلمان ها میسوزه، ولی من کی هستم بسیار دلم میسوزه، یا بسیار غریب بیچاره مردم تو سی کو تمام روز کنجی مسجد گرفته، آخر گپش در کجا میبره؟ اعتراض بالای کی؟ اسلام. یا اونمو چرب زبان منافق است. یک علامه. در عقیده هیچ گپی نیست، در ظاهر الله اکبر. خب گوشتان آواز کنی که ما و شما نشویم که اینجا در پولی میامین اول لنبر سلفیستی، خو لیکن در پشت سر که میری به مردم میگی ما کتر حنفیستم، او در علیه ما سخنم میگی. این را به خاطر میگم که یک مولوی صاحب است الله اکبر که در پیش ما میآید دوام برم میکنه اوان قدر چیز میگه، لیکن باز پشت سر شاگردای ما را میگه چیزایی میگه که هیچ پرسان نکن. الله اکبر. اینطور نکن. آن چیزی که در قلبت است در زبانت باید باشه، مسلک و مسیر دیگه باشه. ضرورت به این نیست. چرا؟ اگر مسلکت حق است چرا از مردم میپوشانی؟ اگر حق است چرا از مردم میپوشانی؟ اگر ناحق است چرا میپذیری این مسلک ناحق آدم میپذیره؟ نه که حق است پیش شده میدان، هر کس که سر انتقاد اعتراض داره دلیلش بگو دیگه، خلاص دیگه چی باقی ماند؟ این مسئله متوجه علمای ماست. او علما اگر شما اصلی واقعیت بگوی مردم از دورایی هم چی میشه؟ میبراید نمیبراید، خلاص. دوم صفت منافقین یخادعون الله، این معامله فریب کاری میکنه امرای الله، والذین آمنوا، امرای کسانی که ایمان آورده قطع از هم معامله فریب کاری میکنه. و ما یخدعون، یا فریب نمیده در حقیقت یا به اعتبار انجام و عاقبت خود، الا انفسهم، بجز از نفسای خود. و ما یشعرون، و یا نمیدانه، احساس نداره که خود فریب داده رایستن. دیگه علامش است معامله فریب کاری میکنه. کاری از یا فریب کاری است. حتی با الله چطور فریب کاری میکنه؟ یخادعون الله، معامله فریب کاری میکنه فی زعمهم، در گمان خودشان، در گمان خود مثل که الله را هم فریب میده که ایمان به ظاهر به زبان خود ظاهر میکنه به خاطر که یا در جمع مؤمنا شامل شوه، در غنیمت‌های جهاد شریک شوه، قطع مسلمانا خیشی و کسی بکنه، در قبرستان مسلمانا دفن شوه، مسلمانا سر از یا تعرض نکنه. عقیده از یا است که ما الله رم بازی دادیم نعوذ بالله، و این را زرنگی فکر میکنه. این چی میگه؟ و قطع مؤمنان معامله فریب کاری میکنه. نه، قطع مؤمنان میگه اولا بر مؤمن ماستیم، اما او طرف میره فقط اره را گرفته پایای مؤمن اره کده رایست. خو الله چی میگه؟ و ما یخدعون، یا فریب نمیده الا انفسهم، بجز از نفسای خود. و ما یشعرون، خو بیچاره ها سر همی فریب دادن نفس خود آگاهی نداره. چرا نداره؟ رای انحراف و کج اختیار کردن، دودلگی را اختیار کردن، بزدلی را اختیار کردن. که زبانت قطع ضمیرت موافق نیست، یک مرض است. این چی است بگه؟ که زبانت قطع دلت موافق نیست، این را تو فکر میکنی که زرنگی است. من فریب دادم مؤمنا را، خبر نداری که خود فریب دادی. چرا؟ کل عمر به می حالت تیر کردی، از او فضیلت و از او امتیازی که از مجلس پیغمبر برات نصیب میشود، از او چی شدی؟ محروم شدی. چقدر فرصت طلایی برای تو موجود بود که در مجلس بالفعل و مستقلی پیغمبر علیه السلام شریک میشدی، و مردم ها از مجلس پیغمبر در مرتبه های رسید که بشارت جنتش از طرفی که الله تبارک و تعالی آمد. خود تو بدبخت نفهمیدی، در بدر کردی، خدا گمان کردی که من خود بهره گرفتم، خو لیکن
کی را بازی داد؟ خود بازی داد. خود بازی داد. فکر میکردی همین ایمان زبانی مثل که در دنیا برای ما فایده میده، در آخرت هم شاید فایده بده. خود آخرت فایده داد؟ نداد. کی را فریب داد؟ خود فریب داد. منافق همیشه خود فریب میده، دیگه کس فریب دادن نمیتونه. دو، فی قلوبهم مرض، در دلشان مرض است. فزادهم الله مرضا، پس زیاد میکنه الله مرض یزیاره. اینجا کدام مرض است؟ در دل یزیا مرض است، یا عقیده دارن که این مسلمان ها بینمی تعداد و بینمی جماعت خیلی کم هستند، اقتصادشان ضعیف، افرادشان خیلی کم، در یک جای یا گسترش تبلیغ و دعوت هم نداره، قوت و زور هم نداره، منطقه ها را فتح کده نمیتونه. از دو خاطر هر ساعت هر لحظه در قلب خود میگردانه که مسلمان ها از بین بره. فقط خار در دلشان نمیسته که مسلمان چی شود؟ ضعیف شده بره، از بین بره. لیکن فزادهم الله مرضا، الله زیاد میسازه مرض یزیاره. چرا؟ مسلمان ها را ترقی میده، قدم به قدم بالا میره. ای شوکت و شان برای مسلمان ها چی میشه؟ پیدا میشه. جدید مردم در دایره اسلام چی میشه؟ از دو خاطر روز به روز این مرض، این خار در دلشان دیگه چی شد؟ قوی شده رایسته. ولهم عذاب علیم، برای از یا عذاب دردناک است. این خود نتیجه دنیایش بود. در آخرت عذاب دردناک است. بما کانوا یکذبون، به سبب آنچه که مسلسل دروغ میگفتن. کلی گپای از چی میبود؟ دروغ میبود، حقیقت نداشت. از این خاطر الله یار عذاب میداد. عالم در جامعه ما یک تعداد مردم است آنقدر غصه و خفستن از حرکت و دعوت ما و شما که هیچ پرسان نکنی. خیلی زیاد خفستن. خواه که ترجمه را میبینه، که پشتری ترجمه را میبینه، که آواز قرآن. این دفعه ما تقریبا 15 مرکز ترجمه چی داریم؟ دمی رمضان مبارک ترجمه قرآن داریم. الله اکبر که آتش یاره بگوی سوختان ده. یک لحظه آرام نمیشینه. او مردم چرا دشمنی با ما داری؟ نه بچه کاکایت هستم، نه پلوانی تا زدیم، نه مالی تا گرفتیم، نه پتری تا کشتیم. چرا دشمنی با ما؟ دشمنی با کیست؟ دشمنی با قرآن میکنی تو. با ما چی دشمنی داری؟ به ذات ما خو هیچ وجه دشمنی وجود نداره. خو اصل دشمنی تو با کیست؟ خیر تاوان کی کرده؟ تاوان یا کرده؟ خود دشمنی قرآن ساخته ای، انشالله الله اینطور جزا برات بده، اینطور رسوا شوی که هیچ پرسان نه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا، در آن وقتی که برشان گفته میشه فساد نکنه فی الارض، در روی زمین، قالوا میگویا انما نحن مصلحون، یقینا ما خو اصلاح گراستیم. الا خبردار الله میگه انهم هم المفسدون، یقینا همی مردم فساد پیش است. ولکن لا یشعرون، لیکن نمیدانه که عمل ما در مرتبه فساد رسیده. فساد نکنه با این مردم که میگی، اشاره به این میکنه قرآن. منافق اولین دعوایش، اولین داعیش هست بگه اصلاح طلبی است. ما مردمان و علم برداری کیستیم؟ صلح. مثالش میدانه امروز آنقدر واضح مثال داریم. علم برداری صلح آمده یا نه آمده؟ وقتی که برایشان میگی که او مردم فساد نکنی، افغان ها یک ملت است، چرا دو تقسیم کردی؟ یکیش در بغل گرفته، دیگه در کو کشانده؟ یا خو یک ملت هستن. مسلمان و اسلام یکی است یا دو؟ تو چرا تقسیم میکنی افراطی و غیر افراطی؟ او برادر، عالی عقیده یک عقیده است یا نه که فرق داره؟ چرا تقسیم میکنی بنیادگرا و غیر بنیادگرا؟ منافق کی را میگه؟ کتاب الله 1400 سال پیش موضوع را برای ما و شما واضح کرده بود. اول دعوتش اصلاح طلبی است، فساد میکنه. وقتی تو برش میگی که فساد نکن، او میگه اصلاح است. او میگه چی است؟ شو بما مندازه سری توی، شو بما مندازه سری خانه. وقتی برش میگی فساد نکن، میگه اصلاح است. ما القاعده را از بین میبریم. تفسیری خیلی واضحش اینمی مردم است. تفسیری خیلی واضحش. وقتی میگی راه را بند نکنی چی میگه؟ اصلاح است. کل کوچه های کابل سر ما بند است، بلوک است. اگر میگی این کار نکن، میگه چیست؟ این اصلاح است، امن است.
عجیب گپ است. قرآن چقدر خوب واضح بیان میکنه که منافق نمیتور چهره می داشته باشه، عملی خود فساد نمیگه، عملی خود چی میگه؟ آلی مداخله امی تنها در افغانستان نمیگم، در عراق داخل شد، در افغانستان برو یا که کدام وجه و عذر به خود میگه بگویه. در عراق کدام وجه و عذر داشت؟ بهانه داخل شدن در عراق چی بود؟ که صدام حسین چی داره؟ اسلحه اتمی و شیمیایی داره. بود اسلحه یا نبود؟ از تو سوال میکنم ای بوش، در زمانی که تو مداخله نکرده بودی عراق به امن بود یا عالی؟ اقتصاد عراق در او وقت قوی بود یا عالی؟ فضای صمیمیت و برادری در او وقت برقرار بود یا عالی؟ در او وقت شیعه و سنی در یک عراق زندگی میکرد، نه قبر شیعه به من گذاشته میشد مسجدش و نه قبر و مسجد سنی به من گذاشته میشد، نه موتر شیعه پرانده میشد نه سنی. بله صدام ظالم بود، هر قدر که ظلم کرده بود او میدانست ملت که پاچا در مقابلش ظلم میکنه قیام کنه، وای رای برش نده. تو چی حق داری که از اون جمعه خیزی میایی؟ به میلیون ها مردم از بین برد یا نه؟ آلی آسیا بی خون فعلا روان است یا نیست؟ اقتصاد از بین رفته یا نیست؟ اعتماد و باور بودن در بین نفوس عراق وجود داره؟ شیعه دشمن سنی، سنی دشمن، بلکه سنی در بین خود دشمن است، شیعه در بین خود دشمن است. خوی عمل هوای اسلام میگفتن یا فساد؟ اسلام میگفتن. دو جنرال، یک جنرال امریکایی را زمانی که در هیروشیما و در نازاسکی به مای اتم انداختن، میگه از پیشش سوال شد که چرا این کار کردی؟ گفت یک کمی موضوع را آسان کردی، این فساد نیست، اصلاح یعنی کشتن کلگی به مراتب هر روز حلال کرده، برو وقت زیاد میگیرن و میاتم استعمال کو که یک دفعه از بین بره. اینی علم بردارای کی است؟ صلح چی رقم میشه؟ صلح اگر تو ثالث هستی، سوم هستی، مردمای یاغی و باقی را کلگی را دعوت برش بده، ضمانت بده و این مردم با هم بشن. یارا در افغانستان یک نفر پیدا میشه که من اسلام نمیخوام، پیدا میشه که امن نمیخوایم، پیدا میشه که ما برادری و فضای صمیمیت نمیخوایم. خیر نزاد کجاست؟ و برادری مسلمانان خب فکرت بگی که مورد استعمال همو استعمارا قرار گرفته اید هر جایی که هستی، اگر در اینجا هستی اگر در اونجا هستی. این امنیتی تو را از بین برده، این فضای صمیمیت تو را نمیگذاره که تو ملت غیور اینی تو گرد قرآن بشینی و این حالت امن سری ملت نمیبینه که وطن امن باشه. چرا؟ به خاطری که او طرف ممالک آسیای میانه نو آزاد شده. اگر در افغانستان مرکز تربیه و تعلیم و اسلام قوی شود، اسلام در اونجا دست جای میگیره. از امو خاطر افغانستان در بدر خاک بسر میکنه. این به خاطر شما نیست خو، این به خاطر عزیزته که آسیای میانه مرکز اسلام جور نشد. دیگه گپام خیلی زیاد است، در کدام ناحیه قدرت خیلی اوج گرفته و ما در گوشش خود برسانیم. چینیایی که در میدان اقتصاد 5 سال بعد از دنیا مکمل اول نمره میشه، کلی سرمایه های دنیا را در چنگال خود میگیره. حالی دیگه ما چی کنیم؟ جناب امریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه؟ نه، ما در گوشگک داشته باشیم. خطر مواجه چین بسازیم که اگر اینمی طور تسلطی قوی میکرد کپیتالا ما برش بگیم که ما اینجا هستیم. فکرت بگیری. این گپای است. تحلیلای سیاسی را اگر شما میکنین انشاءالله خب قرآن بهترین تحلیل را بر انسان میده. قرآن به تدبر بخوانه، حرکت ها را میشناسه، طایفه ها را میشناسه، هدف ها را میشناسه، اینطور میشناسه که نقطه به نقطه میایه انشاءالله. این قرآن بر ما برملا میکنه. و اذا قیل لهم آمنوا، وقتی که برشان گفته میشه ایمان بیاری، کما آمن الناس، مثل که ایمان آورده باقی مردم، قالوا میگویند انؤمن کما آمن السفهاء، آیا ما ایمان بیاریم مثل که مردم بیعقل ایمان آورده؟ نعوذ بالله.
الا خبردار انهم هم السفهاء، امی مردم بیعقل است، ولکن لا یعلمون، لیکن نمیدانه بیعقلی خدا. وقتی که برشان گفته می شده منافقین مثل صحابه واره پاک دینت، ضمیری پاک، عملی چی؟ بی آلایش، یک زندگی خیلی صاف و پاک اختیار کنی، چی می گفتن؟ یا خو میگه نادان است بیعقل است، یا چی را میفهمه. ما زرنگ هستیم که از هر طرف میگیریم، از هر طرف میگیریم. عالم کسایی که شما در قرآن آمدی مردم براتون چی میگن؟ ای بیکارا کجا میره؟ اوی که طرف کورس انگلیسی میره بگوی او را خیلی امر مهم میدانه. نه شما ترجمه والا را او مردم چی میگه؟ میگه بسیار بیکار مردم است. بیعقل خو نمیگم. میگه بسیار بیکار مردم است. خو الله تبارک و تعالی چی میگه؟ از اینجا معلوم شد که ایمان صحابه ایمان است، عمل صحابه چی است؟ از او خاطر الله میگه که به مثل از جای ایمان بره، به مثل صحابه. ایمان صحابه معیار برای صحت ایمان دیگر است. عملکرد صحابه معیار برای صحت عملکرد کیست؟ خیر کسی که صحابه را کلش مرتد بگویه با جز از 5 صحابی، با او مردم خیشی درست است؟ عجیب گپ است. چرا ما گول هستیم؟ چرا ما از خواب غفلت بیرون نمیشیم، بیدار نمیشیم؟ چطور میگی؟ صحابه کدام مردم است؟ دیگه بگو. باز میگه بازه الا اینهم هم السفهاء، خودشان بیعقل هستند، ولکن لا یعلمون، لیکن نمیدانه. چرا؟ حق طلبی را در ضمیرشان وجود نداره، حقیقت جویی وجود نداره. اینمی فرصت اطلاعی را از دست دادن، با جای از اینکه مقام و منزلاتشان مثل صحابه کرام شود. لیکن نعوذ بالله امی مادیات دنیا، یا ای که ما یک چند روز قطی فلان مردم هم نشست و برخواست کده بتانیم، ایمانی واقعی را ظاهر نمیکنه. خوب بزرگترین سرمایه را از دست داد که پشت سر اولایی که بگوی لذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، اونجا معلوم میشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.